کتاب جنایت و مکافات شامل 2 جلد، اثر داستایوفسکی. شرح حال داستایوفسکی. فئودور داستایوفسکی در اکتبر سال 1821 در یکی از بیمارستان‌های اطراف مسکو که پدرش پزشک آنجا بود به دنیا آمد. از جزئیات دوران کودکی او چیزی در دست نیست، فقط می‌دانیم که پدرش مردی تندخو و عصبانی بوده و این تندخویی در اثر مرگ همسرش شدیدتر گردید و بالاخره به همین سبب هم به دست رعایای خود کشته شد. البته این حال پدر در اخلاق و روحیات پسر بی تأثیر نبود. فئودور پس از پایان تحصیلات متوسطه با برادرش به پترزبورگ رفت و در مدرسه مهندسی نظام به تحصیل ریاضیات پرداخت و در سال 1843 تحصیلات خود را به پایان رسانید. ضمناً در دوران تحصیل بنا به ذوق فطری به ادبیات علاقمند گردید و مخصوصاً آثار بالزاک در او خیلی تأثیر نمود، به طوری که مدتی به ترجمه آنها مشغول شد. در همین دوران بود که فقر و تنگدستی بر او فشار آورد و نشاط و شادابی جوانی را از او ربود. با این حال میل و فریفتگی داستایوفسکی به ادبیات آنقدر بود که از استخدام در ارتش خودداری با پیروی از سبک گوگل و پوشکین و تا اندازه‌ای بالزاک به نویسندگی پرداخت. در سال 1864 پس از چند سال صرف وقت و زحمت اولین کتاب خود را به نام مردمان فقیر منتشر ساخت. این کتاب با اینکه به شیوه گوگل و به تقلید از او نوشته شده کاملا ابتکاری نبود، معاذا به واسطه تجزیه و تحلیل دقیق ناکامی‌های طبقات محروم اجتماع و تعمق در روحیات آنها و به علت سادگی مؤثرش مورد توجه بلینسکی، منقد معروف و سایر استادان و نویسندگان روسیه مخصوصاً تورگنیف و نکراسوف واقع شد و آنها ظهور نابغه‌ای را در ادبیات روسیه پیش بینی نمودند. همین تشویق و موفقیت موجب شد که در ظرف 3 سال 4 اثر با ارزش شب‌های سفید، شبیه، آقای پروکارچین و نینوچکناوا را نوشت و معروفیت بیشتری حاصل کرد. متاسفانه این پیشرفت به واسطه حادثه ناگواری که موجب گرفتاری و تغییر حال داستایوفسکی شد متوقف گردید. توضیح آنکه در آن زمان نیکولای اول در روسیه سلطنت می‌کرد و با هر نوع جنبش آزادی خواهی و برقراری عدالت اجتماعی جداً مخالفت نموده و از کوچکترین اقدام در این قسمت با کمال قساوت جلوگیری می‌نمود. در نتیجه این نحو استبداد که سبب اختلافات شدید طبقاتی و خرابی اوضاع اجتماعی شده بود، طبقات جوان و روشنفکر متمایل به آزادی شده برای برقراری عدالت اجتماعی مخفیانه فعالیت می‌نمودند و انجمن‌های تشکیل می‌دادند. یکی از این انجمن‌ها جمعیت مخفی پتراشفسکی بود. داستایوفسکی در سال 1849 به جرم عضویت این جمعیت با 9 نفر از همراهانش گرفتار گشت و پس از گذراندن 18 ماه در زندان محکوم به اعدام گردید. در همین مدت 18 ماه داستایوفسکی به مرض صرع مبتلا گردید. بالاخره این 10 نفر را به میدان اعدام بردند و تمام تشریفات اعدام از قبیل بستن به چوبه دار و چشم بستن و غیره را انجام دادند. ولی در همان لحظه آخر که نزدیک بود حکم اجرا شود، مأموری اطلاع داد که تزار در مجازات محکومین 1 درجه تخفیف داده و بدین طریق داستایوفسکی به 4 سال حبس با اعمال شاقه و محرومیت از تمام حقوق مدنی و اجتماعی محکوم گردید. نویسنده بزرگ پس از گذراندن این 4 سال حبس روحیه‌اش چنان تغییر کرد که مایل نشد به پترزبورگ برگردد و 6 سال هم به دنبال آن 4 سال در ترکستان ماند. بعد در سال 1859 به پترزبورگ برگشت و مجدداً مشغول نویسندگی شد و کتاب دهکده استپان کچوف و اهالی آن را نوشت. اوبسکین پهلوان این داستان تنفر انگیزترین تصویری است که تاکنون در ادبیات انتقادی روسیه تشریح گشته است.
داستایفسکی به معیت برادرش مجله زمان و بعد مجله دوران را انتشار داد و کتاب معروف آزردگان که تأثیر دیکنز به خوبی در آن مشهود است و کتاب خاطرات خانه اموات را در همین مجله ها منتشر نمود. موضوع کتاب اخیر شرح رنج و شکنجه و سختی ها و بدبختی های زندانیان سیبری است. در این کتاب داستایفسکی با قدرت کاملی به توصیف عظمت و بزرگی و توانایی بعضی از محکومین و جانی های زندان سیبری پرداخته است و این کتاب دوباره داستایفسکی را به خاطر آورد و تأثیر شدیدی در افکار عمومی کرد، به طوری که خود تزار هم هنگام خواندن این کتاب نتوانست از گریستن خودداری کند. پس از انتشار این کتاب آثار داستایفسکی جنبه دیگری به خود گرفت و کتاب‌های مهم و مفصلی منتشر نمود که از آثار قبلیش کاملا متمایز است و به واسطه تحمل مشقات زندان دیگر در آنها هیچ اثری از انقلابی بودن و شور و حرارت پیشرفت جامعه و کوشش برای بهبودی زندگانی توده دیده نمی شود و آثارش کم کم جنبه فلسفی و مذهبی گرفته دوگانگی یزدان و اهریمن و تجسم و تحلیل روح شیطانی و رحمانی در سراسر آنها دیده می شود. در سال 1864 کتاب روان زیرزمینی را که اصل و هسته مرکزی آثار اوست منتشر کرد. موضوع این کتاب هم مانند کتاب‌های دیگرش مسئله آزادی بشر است. این کتاب نقطه تحول نوشته‌های اوست و رشد قطعی نبوغش را آشکار می‌سازد. سری آثار بزرگ و مهمش با همین کتاب شروع می‌شود. این کتاب بحرانی را نشان می‌دهد که او را از حالت ایدئالیست بشر دوست ایام جوانیش به خالق تراژیک دوران پیری تبدیل نمود. شارل دبوس، منقد معروف و معاصر فرانسوی، درباره این کتاب می‌گوید: من هم مانند آندره ژید معتقدم که کتاب روان زیرزمینی مرکز و کلید تمام آثار داستایفسکی است. این کتاب یک نمونه کامل از ادبیات اهریمنی و نتیجه فعالیت نشخوارهای مغزی اوست. اگر نیچه به قدرت تمایل دارد و آن را مدح می کند، این تمایل را نباید با اهریمنی اشتباه کرد و هرگز نباید فراموش کرد که همیشه محور افکار نیچه تفکر و مبارزه بر علیه خودش بوده است. در منطقه اهریمنی داستایفسکی به سراشیبی می‌گراید، در صورت که نیچه برعکس از آن می‌گذرد و صعود می‌کند. شاید داستایفسکی متعمد نبوده که آثار شیطانی بسازد، بلکه چون نبوغش تیره و پرپیچ و خم بوده افکار شیطانی در آن مقام می‌گرفت. پس از انتشار این کتاب داستایفسکی در 17 سال آخر عمرش مرتباً کتاب‌های منتشر نمود که او را در ردیف کلاسیک‌های بزرگ جهان قرار دادند. از آن جمله کتاب جنایت و مکافات می باشد. برای اولین بار در سال 1867 این کتاب پرسر و صدا و بسیار مهم در مجله پیک روسی انتشار یافت. این کتاب یک شاهکار هیجان شدید و روانشناسی تحلیلی است. داستایفسکی در این کتاب اوضاع زندگی مهنتبار افراد تیر روز و محروم را مجسم می کند و روحیات پهلوان خود را با عمق و تیزبینی عجیبی نمایش می‌دهد. بعد از برادران کارامازوف این کتاب بهترین شاهکار داستایفسکی محسوب می‌شود. از سال 1867 دوران مسافرت و آوارگی داستایفسکی به خارج از روسیه فرا می‌رسد. در کشورهای بیگانه بود که در همین سال اهریمنان و در 1869 کتاب معروف ابله را نوشت. سپس مجدداً در 1871 به روسیه برگشت و بقیه آثارش را که کتاب جوان و قمارباز از آن جمله است انتشار داد. در سال 1876 مجله‌ای به نام دفترچه‌های یک نویسنده تأسیس کرد. این دفترچه از جهت اینکه حاوی نکاتی درباره وضع روحی خودش میباشند بسیار مهم و قابل توجه هستند. بالاخره در سالهای 1879 1880 آخرین اثر و شاهکار جاودانش برادران کارامازوف انتشار یافت که باعث شهرت ابدی و جهانی او گردید. از آن پس دیگر پیری و ضعف و عصبانیت و درد و رنجی که در دوران زندگانی تحمل کرده بود توانایی هر نوع فعالیت را از او سلب نمود، تا اینکه
در ژانویه 1881 بدرود حیات گفت و دوران شکنجه و رنجش به پایان رسید. ملت روس با آتش جنازه بی‌نظیر و باشکوهی از نویسنده ملی محبوب خود قدردانی نمود و داستایوفسکی نیز برای همیشه از این پریشانی و بیچارگی نجات یافت، زیرا واقعاً کمتر کسی را میتوان یافت که در تمام دوران زندگی با آن همه درد و رنج و بدبختی مواجه و دست به گریبان شده باشد. ووگه نویسنده فرانسوی در کتاب رمان‌های روسی خود که در 1886 انتشار داده، قیافه داستایوفسکی را بدین نحو مؤثر رسم کرده است. مردی بود کوتاه قد و خشک و عصبانی که به علت 60 سال زندگانی پررنج و ملالت فرسوده و گوش‌پشت شده بود. پژمردگیش بیش از پیش جلب توجه می‌کرد و با ریش بلند و موهای خرمایی‌اش به بیمار جوانی می‌ماند. با این حال چون گربه تند و تیز بود، صورتش مانند صورت دهقانان روسی، بینیش تخت و چشمای کوچکش زیر کمان ابروها می‌درخشید و مانند آتشی که گاهی تیره و زمانی ملایم باشد برق می‌زد. پیشانی برآمده‌اش پوشیده از چین و شقیقه هایش مثل اینکه با چکش کوبیده شده باشد فرو رفته بود. تمام خطوط چهرهش منقبض و بر دهانی دردمند فرو افتاده بودند. هرگز بر چهره هیچ انسانی آنقدر رنج و الم متراکم مشاهده نکردم. این احساس شدید درد و رنج که از دوران حبس سیبری شروع شد، عشق ضعفا و آزادگان را به او تلقین نمود. داستایوفسکی کودکان را نیز جز این طبقه می‌شمرد، مخصوصاً زجر و آزار آنها را بدترین عمل می‌دانست. شاید هم از نظر همین احترام به ضعیف بوده که در بیشتر آثارش همیشه فضیلت مطلق را به زنان اختصاص داده است. داستایوفسکی از نظر سبک و ادبیات و فلسفه. کسانی که به سیر و تحول ادبیات روسیه در قرن 19 آشنا نیستند، شاید با خواندن آثار داستایوفسکی تصور کنند که این نویسنده از ابتدا فردی منحصر و سبک و روشش یگانه و مخصوص خودش می باشد. بدیهی است که این نظر صحیح نیست، زیرا کمتر نویسنده را می توان یافت که به اندازه داستایوفسکی پیرو گوگل و پوشکین و سایر نویسندگان بزرگ روسیه باشد. چنانچه خودش هم ضمن نطق معروفی که هنگام افتتاح مجسمه پوشکین ایراد کرد، پس از ستایش زیاد از پوشکین صریحاً به استادی و نفوذ او در نویسندگان بعدی اعتراف کرد و نیز از سوی دیگر با کمی دقت به خوبی میتوان دریافت که روانشناسی رئالیستی داستایوفسکی که اهمیت آثارش وابسته بدان است، تا چه اندازه مدیون همان عمل اختلاط حقیقت و خیال پوشکین است. همچنین تأثیر شدید گوگل در آثار اولیه داستایوفسکی، مخصوصاً کتاب مردمان فقیر، به حدی محسوس است که بلینسکی منقد معروف پس از انتشار این کتاب گفت گوگل جدیدی تولد شده. برای اثبات این موضوع جمله معروف داستایوفسکی که گفته است ما همه نتایج کتاب شنل گوگل هستیم بهترین برهان است. با تمام اختلاف محسوسی که مردمان فقیر داستایوفسکی از حیث سبک و تصور و درک جهان خارج با کتاب شنل گوگل دارد، باز هم خواننده بی اختیار تصور می کند که شاید این کتاب دنباله آن باشد، با این فرق که این کتاب را باطله و منقح نشده گوگل یا احیانا اثر یک از شاگردان خوب او خواهد دانست. هوفمن منقد معاصر ادبیات روس در این باره می گوید اگر گوگل اشتباه نکرده بود و همان راهی که پوشکین نشان داد پیروی کرده ادامه میداد، می توانست داستایوفسکی بشود. چنانکه بعد از مردمان فقیر در کتاب‌های شبیه و پروکارچین نیز تأثیر گوگل و پوشکین به خوبی پیداست. ولی در این حال آنها را میتوان آثاری ابتکاری که طریقه روانشناسی تحلیلی مخصوصی را نمودار و امتیاز خصوصیت نویسنده را معرفی مینمایند دانست. از جهات دیگر نیز تشابه زیادی بین این دو دیده می شود. مثلا یکی سبک رئالیسم احساساتی است که عبارت از کشف حالات و وصفیات کوچک ناموزون بی سر و ته مخصوصی می باشد که در آثار هر دو به خوبی دیده می شود. آثار داستایوفسکی از جنبه روانشناسی تحلیلی و ثروت فکر و مضمون و خلاقیت بسیار غنی و با عظمت هستند، ولی متاسفانه جنبه هنری را آنطور که شایسته چنان آثاری است دارا نمی باشند و علت آن را می توان از دو جهت
یکی از جهت عدم برخورد و توجه به طبیعت و زیبایی‌های گوناگون دانست، چون طبعاً مواجهه و دقت در آثار طبیعت و وصفیات و پرده‌سازی‌های شاعرانه که لازمه اثر هنری است در آنها تأثیر بسزایی دارد. زیرا همانطور که می‌دانیم داستایفسکی نجیب زاده فقیری بود که از پدری طبیب در شهر مسکو به دنیا آمد و در شهرهای بزرگ نشو و نما یافته و هرگز در آغوش طبیعت یا صحرا و کوهستانها نیارمیده بود، تا مانند تورگنیف نویسنده معاصرش که تمام این وسایل برایش مهیا و غالب اوقات را به گردش شکار می‌گذرانید بتواند آنطور آثار فانتزی و زیبا به وجود آورد. از این جهت همیشه موضوع اصلی تمام آثار داستایفسکی انسان و بحث و تدقیق در روحیات طبقات مختلف مردم می باشد. توجه به طبیعت در درجه دوم یا سوم قرار دارد. جهت دیگر ضعف هنری آثار داستایفسکی موضوع فقر و بیچارگی و آوارگی دائمی و میل مفرط او به قمار بود و بیشتر تناقضات و درهم برهمی و بی‌نظمی و عدم مراعات تناسب در قسمت‌های آثارش به همین علت است. زیرا از جهت استیصال او مجبور بود که زیاد و با عجله کار کند، چنانکه غالباً هنوز کتابی را شروع نکرده قیمتش را دریافت و خرج کرده بود و گاهی اتفاق می‌افتاد که زنش مدتی مجبور می‌شد در رخت خواب باقی بماند، زیرا داستایفسکی آخرین پیراهن او را در قمارخانه باخته بود. چنانکه گاهی تازه شروع به نوشتن قسمت دوم کتابش می‌کرد که قسمت اول چاپ و منتشر شده بود و در قسمت دوم کتاب بی‌تناسب بست پیدا می‌شد و دیگر برای مؤلف تنقیح و متناسب ساختن تمام قسمت‌های کتاب غیر ممکن بود. در نتیجه کتاب دارای ابهام و پیچیدگی و تناقضاتی می‌شد و باز در نتیجه همین عجله و نداشتن وقت و فرصت کافی بوده که می‌بینیم در تمام آثارش همان موضوعها و همان افکار منتها به شکل‌های دیگر که فقط قوه تصوری خلاق و بی‌نظیری چون داستایفسکی می‌توانسته این نحو تغییر شکل‌های عجیب را ایجاد کند تکرار می‌شد، ولی باز آن وضوح و رسایی کاملی را که خود داستایفسکی می‌خواسته دارا نمی‌شد. چنانکه خودش می‌گوید 40 سال فکری مغزم را اشغال کرده که اگر توانایی بیانش را می‌داشتم موجب سعادت جامعه بشری می‌گردید. باز همین نداشتن وقت باعث شده که داستایفسکی نتواند برای مایه و صحت آثارش مانند تولستوی و تورگنیف به جستجوی اسناد و مدارک واقعی تاریخی بپردازد و فقط از قوه فکر و تخیل فوق‌العاده خود استمداد می‌کرده و این است که رئالیسمی احساساتی و تصوری به وجود می‌آورد، نه مانند معاصرینش تحققی، به طوری که به سختی می‌توان باور کرد شخصیت‌های نظیر راسکولنیکوف، وشکین، وستراگین و کرامازوف ها دیگر وجود داشته باشند، بلکه حقیقت این است که در تمام اینها افکار و احساسات مختلط مخصوص خود داستایفسکی است که با مغز خلاق فوق‌العاده‌اش موجب ابداع چنین تیپ‌های متقاعد کننده گشته که خواننده تصور می‌کند واقعاً چنین تیپ‌هایی وجود داشتند، در صورت که هرگز تا زمان داستایفسکی این نوع مردم غیر معمولی در زندگانی عادی وجود نداشتند، ولی میتوان گفت که بعد از او خیلی ها با خواندن کتابهایش خود را شبیه به آن قهرمانها ساختند و نقش مریض هیجانهای عصبی را بازی کردند. در حقیقت این عوالم تخیلی داستایفسکی را زندگانی پدید نیاورده، بلکه خود داستایفسکی بود که عده‌ای را تحریک کرد مانند پهلوانان رمان‌هایش زندگی کنند. داستایفسکی شخصیت‌هایی اختراع می‌کرد که افکار و احساسات مخصوص خودش را تجسم دهند، آنها را به نحوی که میل داشت وجود داشته باشند و رفتار کنند و فکر و احساس نمایند معرفی می‌کرد. در حقیقت داستایفسکی رئالیست تحولات رستاخیز زندگانی نیست، بلکه رئالیست حالات نوع‌های مصنوع خودش بود، ولی چون استادی و قدرت بی‌نظیری در روانشناسی تحلیلی داشت، چنان با مهارت به تحلیل و تجزیه مغز و قلب قهرمان‌هایش پرداخته که واقعاً خواننده حق دارد اشتباه کند که چنین مردمانی وجود داشتند. البته در این ابداعات مرض سر هم بی تأثیر نبوده و بیشتر این هیجان‌های مغزی مربوط به همان مرض است.
خلاصه معلوم شد که قسمت عمده ضعف هنری آثار داستایوفسکی به علت بیچارگی و گرفتاری بوده که موجب پریشانی و به دست نیاوردن وقت و فرصت کافی شده. خودش نیز این قسمت را متوجه بوده، چنانکه میگوید از من انتظار شاهکار دارند، در صورتی که نمیدانند با چه اشکالات و بیچارگی‌هایی مواجهم. فشار چطور مجبور می‌کند که هر چه را شروع می‌کنم زود به اتمام برسانم. من ما بین امواج پریشانی و فکر و خیال چیز می‌نویسم. اگر کمی بیش از این به خود تحمیل کنم، مرض و ناتوانی اعصابم را خرد و از پایم در می‌آورند. چنانکه می‌بینیم در اواخر عمر که دیگر آن مسکنت و بیچارگی‌ها تا اندازه‌ای مرتفع و آرامش و فرصتی برایش دست می‌دهد، چنان شاهکار جاودان و عظیمی به وجود می‌آورد که تا ابد ضامن بلندی نام و مقامش در ادبیات دنیا می‌گردد. این شاهکار همان کتاب برادران کارامازوف میباشد که از هر حیث با شاهکارهای بزرگ از قبیل شاهکارهای گوته، شکسپیر و دانته برابری میکند. داستایوفسکی در این کتاب مفصل و طولانی که مجموعاً دارای 4 قسمت و 96 فصل و 1 خاتمه است، دوباره تمام افکار و سجایا و موضوعهایی را که در آثار قبلیش طرح کرده بود به نحو کاملتر و بهتری با مراعات اصول هنر و دقت در سبک تحریر نمایش داده، انسان را در برابر آن همه فعالیت مغز خلاقش مبهوت و به اعجاب و تحسین وامی دارد. به اعتباری این کتاب را میتوان شرح و تفسیر بر کتاب عجیب روان زیرزمینی که آن را مرکز و کلید آثارش میخوانند دانست. تأثیر عمیق داستایوفسکی را در نویسندگان و فلاسفه بعد از خودش بیشتر به وسیله این کتاب و کتاب روان زیرزمینی باید دانست. بعد از خواندن این کتاب میتوان پی برد که چرا نویسندگان و دانشمندان به مدح و ستایش داستایوفسکی پرداختند و دیگر تعجب نمی کنیم وقتی ببینیم نویسنده مانند پل کلودل میگوید شکسپیر و اشیل و دانته و داستایوفسکی استادان من بودند و رمز هنر را آنها به من نشان دادند. و همینطور دایره المعارف بریتانیا جنبه توانایی و عمق داستایوفسکی را این نحو می‌ستاید. داستایوفسکی از نظر تخیل روانشناسی و قدرت ساختن درام و حقیقی و مجاب کننده بودن پهلوانان داستانهایش بی‌نظیر است. در بیشتر نوشته‌هایش پرسش کننده عمیقی است که تنها در دوره‌های اخیر پاسکال و نیچه را می‌توان همردیف او دانست. بعضی‌ها در این قسمت ایراد گرفته می‌گویند که داستایوفسکی سوالها و موضوعهای پیچیده و دردناکی که قسمت اعظم زندگانی بشر را تشکیل می‌دهند با دقت و موشکافی عجیبی مطرح ولی هیچ گونه پاسخ و راه چاره و رهایی را نشان نمی‌دهد. این ایراد را جان میدلتون موری در کتابی که به تحلیل انتقادی آثار داستایوفسکی اختصاص داده اینطور جواب می‌دهد: نویسندگان بزرگ روسی عموماً و داستایوفسکی خصوصاً اهمیتشان در این است که سوال می‌کنند و سوالات را به نحوی طرح می‌نمایند که صورت راهنمایی پیدا می‌کند. در این راهنمایی عوامل جواب در خود سوال مضمر است. عالی‌ترین شاهکارهای هنرمندان بزرگ آنهایی هستند که وضع استفهامی دارند، زیرا روان و عقل ترجیح می‌دهد به آنها متوجه شود تا به آثار دیگر، چون روشنی و وضوح احساس در اینها به مثابه سپری قوی است که میتواند مانع هر گونه تیرگی باشد. پس سوالات اینها نیز خود راه کشف قسمتی از معماها را نشان میدهد. باید در نظر داشت که مرض و عصبانیت در زندگی و آثار داستایوفسکی تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته است. اندره ژید میگوید بیشتر عظمت داستایوفسکی در این است که هرگز ندانست زندگانیش را چگونه راهنمایی کند. شاید منظور ژید این باشد که پریشانی و بی‌ترتیبی زندگانی و مرض و عصبانیت داستایوفسکی بود که باعث این عظمت و بروز چنان آثاری شد. پاره دیگر معتقدند که گاهی افراد ناراحت و غیر سالم رستاخیز و تغییر مهمی را به وجود می‌آورند، زیرا فکر در حال سلامتی استراحت می‌کند و تا زمانی که وضع و محیط و اشیاء آن خرسندش می‌سازد نمی‌تواند انقلابی به وجود آورد. بیشتر نوابغ و متفکرین از عدم تعادل درون خود و عدم توافق اوضاع جهان با افکارشان در رنج بودند و در نتیجه امیال و هوس‌های آنها درهم و بی‌نظم می‌شد و همین عمل با آنها اجازه خلق و ایجاد معنویات را می‌داده است. داستایوفسکی نیز از این طبقه بوده و مرض سر هم در هنرمندی وی اثر فراوان داشته.
از این جهت است که همیشه پهلوانان خود را از این طبقه غیر عادی و شوریده انتخاب می‌کرده، زیرا به نظرش احساس این طبقه با ارزشتر از سایرین است، به علت آنکه هواها و امیال سرکش آنها مستعد ایجاد آثار و حرکات کاملا غیر منتظره و احیانا خیلی عمیق می‌تواند باشند. از مشخصات این قبیل اشخاص دو چیز است که داستایوفسکی هر دو را به حد کمال دارا بود. یکی تواتر و توالی سریع احساسات است که بدین وسیله می‌خواهند از تهدید دائمی کسالت فرار و علاقه به زندگی را تجدید نمایند و همین توالی و حرکت احساسات باعث خلق و کثرت موضوعهای آثار آنها شده و به طبع آثار آنها را پرمایه می‌گرداند. دیگر متحرک بودن و ولگردی خود شخص است. بیشتر عصبانی‌ها قادر نیستند که مدتی در یک محل بمانند و دائما به گردش و آوارگی می‌پردازند. نمی‌توان علت این عمل را همین ناراحتی ظاهری دانست، بلکه عامل اصلی این ولگردی مغز است. ولگردی شخص مظهر تلاش و حرکت و ناراحتی فکر اوست. اشخاص عصبانی مجموعه احساسات و ذوق و تمایلاتشان احتیاج به تغییر دارد. اگر از محلی به محل دیگر آواره می‌شوند، به علت آن است که احساساتشان گرفتار تلون و آوارگی است. آنها یک احساس یا یک عشق و میلی را رها کرده به دیگری می‌پردازند. مسافرت، تغییر محل، فرار به سوی کشورهای دوردست، همه از مشخصات زندگانی این قبیل عصبانی هاست. از این جهت به واسطه برخورد مواجهه با بسیاری از موضوعهایی که مخصوص آن محل هاست، خیلی چیزهای تازه کسب می‌کنند و بر مایه خود می‌افزایند. باز دیده می‌شود که داستایوفسکی در این قسمت هم سهم وافری داشته است. معمولا نویسندگان به تشریح احوال شهوانی و روابط اجتماعی پهلوانان خود با محیط اطرافشان می‌پردازند، ولی داستایوفسکی اصولاً به روابط فرد با خودش توجه دارد. داستایوفسکی مانند بعضی از فلاسفه به ثانویت قائل است، منتها این ثانویت تا اندازه ابتکاری و مخلوق فکر خود اوست. داستایوفسکی در انسان معتقد به دو مبدأ است که هر دو همیشه با هم مقارن و به موازات یکدیگر در فعالیتند. یکی متمایل به خوبی و دیگری به بدی، چنانکه هر وقت عمل خوبی می‌کنیم احساس شادی می‌نماییم و در همان حال میل به بدی می‌کنیم و باز هم خرسند می‌شویم. شاید فرض برتری یکی از این دو قوه که شخصیت ما را تشکیل می‌دهد اشتباه باشد، اما در این حال این تمایل به خوبی و بدی به ما نشان می‌دهد که در هر فردی ادعاهای معارضی وجود دارد که وقتی به آخرین حد خود رسیدند به هم پیوسته و متصل می‌شوند و این است همان مذهب فردی یا اندیویدوالیسم که داستایوفسکی به آن معتقد بوده، چنانکه از نظر اخلاقی هم نوع‌پرستی و خودپرستی را مکمل یکدیگر می‌دانسته، بدین معنا که تقویت یکی از آنها را تقویت دیگری میپنداشته است. داستایوفسکی معتقد است که احساس آشفتگی و فشار و مسکنت در بعضی لحظات اجازه می‌دهد انسان روح خود را دریابد. شاید این موضوع در همین کتاب جنایت و مکافات بهتر و کاملتر از سایر آثار داستایوفسکی تشریح و تحلیل شده باشد. مثلا مارملادوف کارمندی بیکار که زنش مسلول و بچه‌هایش عریانند و حاضر شده دخترش را در منجلاب فحشا قوتور سازد و همه چیز خود را از دست داده و پاک باخته شده میگوید: آقا میفهمید راهی در پیش ندارم. این فریاد از حلقوم مردم معمولی یا کسی که رفتار و کردار خود را با خود و اجتماع تحت قاعده و نظمی تصور می کند بیرون نمی آید، بلکه آن را فقط از شخصی مانند مارملادوف یا راسکولنیکوف که جرأت آن دارد که خود را به آب آتش زده همه چیز را از دست بدهد می توان انتظار داشت. گاهی در زندگانی این قبیل اشخاص موضوعهای سری و وحشتناکی یافت می شود که مانند جسمی خارجی که راه تنفس را مسدود و شخص را مبتلا به خفقان سازد وضع غیر قابل تحملی ایجاد می کند، زیرا دائما کوشش می کنند اضطراب و پریشانی خود را از اقوام و دوستان و همانندهای خود پنهان دارند. این است که محیط تیره و مشوشی برایشان درست می شود
و زیر بار سنگینی‌های تمام آلام و بدبختی‌های بشری خرد می‌شوند. ناچار برای رهایی از این وضع و گسستن زنجیر محاصره از محل خود خارج از وحشت به هر کجا که پیش پایشان بیاید فرار می‌کنند. چنانکه راسکولنیکوف پس از ارتکاب جنایت به زن روسپی می‌گوید: اکنون دیگر جز تو کسی را ندارم، بیا با هم برویم، می‌دانم راه و مقصد من و تو یکیست. وضع اینها شبیه به شکاری است که سگ‌های شکاری از همه طرف دورش کرد و به طرف تیر شکارچی میرانندش و واقعا بیچاره نمیداند به کجا رو آورد. راسکولنیکوف هم در آخرین لحظه چون ملاحظه میکند محبت مادر و خواهر را از دست داده و از دوستان خود متنفر است و پلیس ها دنبالش میکنند، یک سر به سوی کلانتری رفته به جنایت خود اعتراف میکند. داستایوفسکی معتقد است که قوای نیک و بد باید موازی یکدیگر پرورش یابد و پس از اینکه هر دو تا آخرین حد خود سیر کردند در نقطه اصلی به هم متصل می‌گردند و آن وقت شناسایی و معرفت که خود منظور غایی است حاصل می‌گردد. این قسمت باز در همین کتاب به خوبی تشریح شده، چنانکه اگر در راسکولنیکوف موقع ارتکاب جنایت به همان اندازه که قوای اهریمنی فعالیت داشت قوای یزدانی در فعالیت بود، هرگز جنایت واقع نمی‌شد. اگر کسی را که قصد جنایتی دارد و مدتی این فکر تمام حواسش را مشغول داشته بتوانند در همان حین ارتکاب عمل بیدار و هوشیار سازند، مسلماً عمل را انجام نخواهد داد، زیرا موفق به کشف تصاویر و افکار بسیاری که در ضمیرش وجود دارند می شود که اگر آنها در اجرای عمل شرکت کنند موضوع صورت دیگری پیدا کرده و عمل انجام حالت خاصی را به خود می گیرد. ولی اگر جنایت واقع می شود به سبب آن است که تمام من تحت تأثیر یک میل شدید و تسلط یک اغوا قرار می گیرد، در صورتی که اگر فعالیت و اعمال تمام مبادی و قوا را در کار می کشید در حقیقت به او اجازه اعتراض و احتراز از جنایت داده شده بود. جنایاتی که دائم مورد تعقیب و جزای عدالت و قانون واقع می شوند غالباً در حالت وهمی و ناهوشیاری به وقوع می پیوندند، چنانکه حتی جانی‌هایی خیلی باهوش و زرنگ که وسایل عمل را با کمال دقت آماده می سازند باز هم بعد از انجام عمل علائم و نشانه‌هایی باقی می‌گذارند و این خود دلیل آن است که تمام مشاعر آنها بجا و مشغول فعالیت نمی‌باشد و از این جهت است که کوچکترین قسمت پیش بینی نشده باعث گرفتاری آنها می‌گردد. داستایوفسکی در این کتاب تمام این مطالب را با عمق و موشکافی عجیب و بی‌نظیری مورد تحلیل قرار داده و تشریح کرده است. این بود خلاصه‌ای از شرح حال و نظریات فلسفی داستایوفسکی. البته برای پی بردن به افکار و روش روانشناسی این نویسنده بزرگ باید کتاب‌های او را با دقت خواند. خوشبختانه تاکنون به غیر از این کتاب چند کتاب خوب دیگر از این نویسنده از قبیل برادران کارامازوف، آزردگان و قمارباز و ابله به فارسی ترجمه شده است. پایان این شرح احوال به قلم آقای باقر ادبی از همدان. جنایت و مکافات. اوائل ژوئیه بعد از ظهر روزی که هوا بسیار گرم بود، مرد جوانی از اتاق کوچکی که زیر شیروانی عمارت 5 طبقه اجاره کرده بود خارج شده آهسته با قیافه‌ای غیر مصمم به سوی پل کاف متوجه گردید. هنگام پایین رفتن از پلکان اقبال با او مساعدت کرد که زن صاحب خانه او را ندید. این زن یک طبقه پایینتر از او مسکن داشت و مطبخش به طرف پله‌ها دری داشت که همیشه باز بود. از این جهت هر وقت جوان می‌خواست از منزل بیرون برود احساس ترسی کسالت آور می‌نمود که سبب آزردگیش شده چین به ابروهایش می‌انداخت. نه اینکه بدبختی او را مایوس کرده یا خرد نموده باشد، اما
مدتی بود که خود را در حالت عصبانیتی نزدیک به مالیخولیا می‌دید. تنهایی اختیار کرده و در افکار خود فرو رفته بود. نه تنها از صاحبخانه بلکه از تمام هم نوعان خویش می‌گریخت. فقر او را خرد می‌کرد، ولی دیگر کم کم در برابر فشار بیچیزی زیاد حساس نبود. کارهای روزانه خود را رها کرده در ته دل صاحبخانه و اقداماتی را که می‌توانست علیه او بکند مسخره می‌نمود. اما راضی نبود که صاحبخانه را سر پله‌ها ببیند و سخنان احمقانه و تهدیدها و شکایات او را شنیده مجبور شود از او معذرت خواسته یا دروغی بگوید. نه، بهتر این بود که چون گربه‌ای از پله‌ها لغزیده پایین رود به قسمی که کسی او را نبیند. ولی این دفعه وقتی داخل کوچه شد، از این که از ملاقات صاحبخانه می‌ترسید متعجب گردید. با لبخند عجیب پیش خود فکر کرد: وقتی که من تصمیم به چنان عمل گستاخانه گرفتم، آیا باید از موضوعی به این بی اهمیتی بترسم؟ بله، انسان همه چیز را در اختیار دارد و بر اثر ترس همه را از دست می‌دهد. این یک اصلی است. می‌خواهم بدانم مردم بیشتر از چه می‌ترسند. تصور می‌کنم بیشتر از چیزهایی می‌ترسند که آنها را از مسیر عادتشان خارج می‌کند. اما من خیلی پرحرفی می‌کنم و به همین جهت کاری انجام نمی‌دهم. البته می‌توانم بگویم چون کاری انجام نمی‌دهم پرحرفی می‌کنم. 1 ماه هست به پرحرفی عادت کردم. روزها در گوشه خوابیده و فکرم را مشغول موضوعهای پوچ می‌کنم. مثلا الان کجا می‌روم؟ آیا من قادر به این کار هستم؟ آیا این موضوع جدی است؟ نه، جدی نیست. افکار بیهوده و پوچی است که خیال مرا مشغول می‌دارد. در میان کوچه هوا گرم و خفه کننده بود. دیدن جمعیت و آجرها و آهک و چوب بست‌های ساختمان‌ها، استشمام تعفنی که فقط اشخاصی که نمی‌توانند تابستان در پترزبورگ باغی اجاره کنند با آن آشنا هستند، سبب تحریک و خسته کردن اعصاب جوان می‌گردید. بوی تحمل ناپذیر میخانه‌ها که در این قسمت شهر زیاد بود و مست‌هایی که قدم به قدم مشاهده می‌شدند، منظره‌ای تنفرانگیز ایجاد می‌نمود. خطوط سیمای پهلوان داستان ما لحظه‌ای تنفر تلخ او را نشان داد. جوان، قیافه‌ای خوب، قامتی بالاتر از متوسط، اندامی باریک و موهای خرمایی و چشمانی زیبا و پررنگ داشت. اندکی بعد در افکار واهی و عمیقی، یا بهتر بگوییم در نوعی خمود فکری فرو رفت. بدون آنکه اطراف خود را مشاهده کند یا بخواهد اطراف را ببیند راه می رفت. فقط گاهی با خود چند کلمه سخن می گفت، زیرا همونطوری که خودش اظهار می داشت عادت کرده بود با خود چند کلمه سخن گوید. در این لحظه مشاهده می کرد که افکارش در هم است و احساس ضعف می نمود. 2 روز بود که تقریباً چیزی نخورده بود. لباسایش به حدی پاره و ژنده بود که هر کس غیر از او خجالت می کشید با چنان لباسهایی بیرون آید. در حقیقت در آن کوی هر لباسی را می شد پوشید. در اطراف بازار کاه و یونجه، در کویهای مرکزی پترزبورگ که مسکن کارگران است، دیدن بدترین سروزها هم سبب تعجب اشخاص نمی شود. ولی به حدی تنفر در قلب او راه یافته بود که با وجود شرم و سادگیش از اینکه لباسهای پارش ولی میتواند او را در خیابان انگشت نما نشان دهد هیچ نوع خجالتی احساس نمی کرد. البته اگر یکی از آشنایان یا از همدرس‌های قدیمی خود را که معمولاً از نزدیک شدن به آنها پرهیز داشت ملاقات می‌کرد، موضوع دیگری بود. با این حال هنگامی که متوجه شد مستی که سوار عرابه است و معلومی است به کجا میبرندش، فریاد میزند: آهای کلاه فروش آلمانی، و توجه آبرین را به سوی او معطوف می‌دارد، متوقف گردید. با حرکتی تشنج‌آمیز شاپوی خود را برداشته و با دقت به آن نگاه کرد. شاپوی بلندی بود، از کثرت استعمال سوراخ و پر از لکه و کثیف شده بود. با این حال بدون اینکه حس خودپسندیش جریحه دار شود احساس نمود مضطرب است. با خود گفت: من این موضوع را احساس کرده بودم، خیلی بد است.
یک کلاه مزخرف، یک حماقت بی‌معنی، اینها میتواند تمام کار را خراب کند. بله، این کلاه خیلی جلب توجه میکند، به علت اینکه مضحک است جلب توجه میکند. با این لباسهای ژنده کاسکت مناسب تر است. یک کاسکت کهنه بهتر از این است. هیچ کس از این شاپه ها سر نمیگذارد. کلاه من از فاصله 1 ورست شناخته می شود. آن را خواهند شناخت، بعد آن را به یاد خواهند آورد و این خود علامتی خواهد بود. حالا باید کمتر جلب توجه اشخاص را بکنم. این چیزهای کوچک خیلی اهمیت دارد و همیشه سبب لو دادن اشخاص می شود. نمیخواست زیاد راه برود. حتی فاصله خانه‌اش را از مقصدش خوب میدانست. 730 قدم بود. روزی که هنوز نقشه‌اش در مغزش صورت رویایی مبهم را داشت، این فاصله را سنجیده بود. در آن روز تصور نمی‌کرد روزی مجبور شود فکرش را عملی کند. فقط قناعت می‌کرد فکری واهی را که در عین حال جاذب و وحشت انگیز بود در مغز خود پرورش دهد. ولی از آن وقت 1 ماه گذشته بود و او هم موضوعها را از نظر دیگری ملاحظه می‌کرد. با اینکه هنگام صحبت کردن با خود از بی تصمیمی و کمی انرژی خویش اظهار نارضایتی می‌نمود، کم کم عادت کرده بود که انجام نقشه خود را ممکن بداند. با این حال باز هم مطمئن نبود. حال که می‌خواست عملی را که باید انجام دهد تمرین کند، هر قدمی که برمی داشت اضطرابش افزون می‌شد. با قلبی مشوش در حالی که اعضایش به واسطه لرزش اعصاب تکان می‌خورد، به ساختمان عظیمی نزدیک شد. در این ساختمان که به خانه‌های چندی تقسیم شده بود، همه نوع مستاجر از قبیل خیاط، چفت ساز، آشپز، آلمانی، زنان فاحشه و کارمندان دولت مسکن داشتند. از اینکه هیچ یک از مستاجرین را ملاقات نکرد خوشحال بود. پس بدون اینکه دیده شود از آستانه عمارت عبور کرد و به طرف پله‌های سمت راست رفت. با این پله‌های باریک و تنگ آشنا بود. تاریکی آنها به نظرش بد نبود، زیرا انسان به واسطه این تاریکی شدید میتوانست از نگاه‌های کنجکاو اشخاص نترسد. هنگامی که به طبقه 4 رسید، نتوانست از این فکر جلوگیری کند. اگر حالا میترسم، پس وقتی برای انجام عمل بیایم چگونه خواهم بود؟ آنجا راه بر او بسته شد. چند نفر سرباز قدیمی که باربر شده بودند، اساسی خانه‌ای که می‌دانست در آن 1 نفر کارمند آلمانی و خانواده‌اش مسکن دارند را می‌بردند. پس از رفتن این آلمانی‌ها دیگر در این قسمت ساختمان مستاجر دیگری به جز پیرزن نخواهد بود. دانستن این موضوع بد نیست. هنگامی که این فکر را می‌کرد، در خانه پیرزن را زد. از زنگ صدای ضعیفی به گوشش رسید، مثل اینکه از آهن سفید ساخته شده بود، نه از مس. در این ساختمان‌ها معمولاً زنگ‌های خانه‌های کوچک از آهن سفید است. او این نکته را فراموش کرده بود. صدای مخصوص زنگ غفلتاً او را به یاد موضوعی انداخت، زیرا لرزشی احساس کرد. اعصابش خیلی ضعیف شده بود. پس از لحظه‌ای در نیمه باز شد و پیرزن با عدم اعتماد واضحی او را ورانداز کرد. در تاریکی چشمان کوچکش چون نقاط روشن دیده میشد. زن چون باربرها را در ایوان دید مطمئن شد و در را باز کرد. جوان داخل اتاق کوچکی شد که به وسیله تیغه‌ای که در پشت آن مطبخ کوچکی واقع بود به 2 قسمت شده بود. پیرزن جلوی او به حالت سکوت ایستاده و نگاهی استفهام آمیز بر او انداخت. زنی بود 60 ساله، کوچک و لاغر، با بینی نوک‌تیز و از چشمانش بدجنسی می درخشید. سرش برهنه بود و بر گیسوانش که شروع به سفید شدن کرده بود برق روغن ملاحظه می شد. پارچه از فلانل دور گردن دراز و باریکش که مانند پای مرغ بود پیچیده و با وجود گرما پوست کهنه زرد رنگی بر روی شانه‌های خود داشت. پیرزن پشت سر هم سرفه می کرد. شاید جوان نگاه عجیبی به او انداخت، زیرا غفلتاً چشمانش حالت عدم اعتماد خود را باز گرفتند. جوان که فکر کرد باید مهربان‌تر باشد، نیمه تعظیمی کرده گفت: من راسکولنیکوف دانشجو هستم.
1 ماه پیش هم اینجا آمدم. پیرزن که او را با چشمانی پر از سوء ظن نگاه می کرد گفت به یاد دارم، خیلی خوب به یاد دارم. جوان که اندکی مضطرب گشته بود و از عدم اطمینانی که نسبت به او ابراز می شد تعجب می کرد گفت بله، برای کار کوچکی اینجا آمدم. با خود فکر می کرد شاید همیشه اینطور است و دفعه پیش من متوجه این حالت او نشدم. پیرزن لختی ساکت ماند، مثل اینکه فکر می کرد. بالاخره در اتاق را به تازه وارد نشان داد، در حالی که به جوان راه عبوری نشان میداد گفت داخل شوید. اتاق کوچکی که جوان داخل آن شد با کاغذ زرد پوشیده شده بود. جلوی پنجره ها گلهای شمعدانی و پرده های توریق داشت. نور آفتاب عصر به داخل اتاق میتابید. جوان با خود گفت بدون شک آن وقت هم آفتاب اتاق را اینطور روشن خواهد کرد. سپس چشمان خود را به اطراف گردانید، مثل اینکه میخواست اشیاء اطراف را دیده و در حافظه خود ضبط کند. اما اتاق چیز مهمی نداشت. مبل‌های آن چوب زرد همه کهنه بودند و عبارت بود از یک نیمکت فلزی و میزی بیضی شکل که مقابل آن قرار گرفته بود و یک میز توالت آینه‌ای که بر آن قرار داشت. کنار دیوارها چند صندلی چیده شده بود و چند تابلوی بی ارزش که دختران آلمانی را با پرندگانی در دستشان نشان میداد به دیوار نصب کرده بودند. در گوشه جلوی یکی از تصاویر چراغی میسوخت. مبل‌ها و کف اتاق از تمیزی می‌درخشید. جوان با خود فکر کرد لابد کارهای خانه را الیزابت می‌کند. در تمام اتاق ذره گرد دیده نمی‌شد. راسکولنیکوف با خود گفت فقط در خانه این بیوه زن‌های پیر بدجنس می‌توان چنین نظافتی را مشاهده نمود. سپس با کنجکاوی پرده چینی را که جلوی در اتاق زده شده بود نگاه کرد. او هرگز در آن اتاق قدم نگذاشته بود. در آن اتاق تخت خواب و گنجه پیرزن قرار داشت. این دو اتاق منزل پیرزن را تشکیل میداد. زن دنبال جوان داخل اتاق شد و برای آنکه بتواند او را روبرو ببیند جلوی او قرار گرفت و گفت چه می‌خواهید؟ جوان گفت آمدم چیزی گرو بگذارم. سپس جوان ساعت کهنه نقره‌ای را که زنجیر آن برنجی بود از جیب بیرون آورد. پیرزن گفت ولی تا کنون پولی را که به شما دادم پس نداده اید. موعد آن پریروز بود. چند روز صبر کنید، رپ 1 ماه دیگر را هم به شما خواهم داد. از امروز اگر بخوام میتونم گروی شما را بفروشم. جوان گفت آلنا، برای این ساعت چقدر به من میدهید؟ این چیز بیهوده است که آوردید، تقریبا ارزشی ندارد. دفعه پیش برای حلقه شما 2 اسکناس به شما دادم، در صورتی که با 1.5 روبل میتوان از زرگرها 1 حلقه تازه خرید. برای این ساعت 4 روبل به من بدهید. این ساعت از پدرم به من رسیده است. آن را از گرو بیرون خواهم آورد و به زودی پول برایم خواهد رسید. 1 روبل میدهم. نزول آن را هم قبلا بر میدارم. جوان فریاد زد 1 روبل؟ میل شماست، یا بگیرید یا ساعت را ببرید. پیرزن ساعت را به جوان داد. جوان آن را گرفت و میخواست به حال عصبانی برود، ولی فکر کرد آخرین امیدواریش همین زن است. به علاوه برای مقصود دیگری هم به این خانه آمده بود. با لحنی غضبناک گفت بدهید. پیرزن کلیدها را از جیب بیرون آورده به اتاق دیگر رفت. جوان که تنها مانده بود گوش خود را تیز کرده در افکار مختلفی فرو رفت. صدای باز شدن در گنجه زن رباخوار را شنید و با خود گفت گمان کنم کشوی بالایی باشد. حالا میدانم که کلیدهایش در جیب راستش است و تمام آنها به 1 حلقه فلزی متصلند. یکی از آنها 3 برابر دیگران است و دندانه دارد که گمان نمی کنم کلید گنجه باشد. پس معلوم می شود 1 صندوق آهنی هم دارد. خیلی عجیب است. کلیدهای صندوقهای آهنی اغلب این شکل هستند. از طرفی این کارها چقدر پست و رذالت آمیز است. پیرزن ظاهر شد. آقای دانشجو بگیرید. اگر برای 1 روبل ماهی 1 کرونه نزول بردارم، برای 1 روبل و نیم باید 15 کپک بردارم.
چون باید نزول 1 ماهه 2 روبل رو بردارم، پس روی هم 35 کپک کم میکنم و 1 روبل و 15 کپک به شما میدهم، بگیرید. چطور؟ پس فقط 1 روبل و 15 کپک به من میدهید؟ بله، بیش از این حقی ندارید. جوان بدون مباحثه پول را گرفت. پیرزن را نگاه میکرد و در رفتن عجله نمینمود. به نظر می آمد که میل دارد چیزی بگوید یا کاری بکند، ولی خودش هم نمیدانست چه میخواهد. آلنا، شاید در آتیه برای شما چیز دیگری بیاورم. 1 قاب سیگار نقره‌ای خیلی قشنگ. من آن را به یکی از دوستانم امانت دادم. خیلی خوب، آن وقت در این موضوع صحبت خواهیم کرد. خدا حافظ. شما در خانه تنها هستید؟ خواهر شما پهلوی شما نمی آید؟ هنگامی که جوان به کفشین رسید این کلمات را با بیقیدی ادا کرد. خواهرم را برای چی می خواهید؟ راست است، من این سوال را همین طوری کردم. از سایه شما. خدا حافظ آلنا. راسکولنیکوف خیلی مضطرب بود. وقتی که از پله ها پایین می رفت شدت اضطرابش مغلوبش ساخت. چند دفعه توقف کرد. هنگامی که به کوچه رسید فریاد زد: خدایا، این کار قلب انسان را از جا می کند. آیا ممکن است که من؟ با تصمیم جواب داد: نه، این حماقت بی‌معنایی است. چنان فکر وحشت آوری به مغز من خطور کرده است. نه، باید من قادر به چنین عمل شنیعی باشم. این عملی است پست و تنفرانگیز. 1 ماه است که من. اما این کلمات تعجب‌آمیز چنان که باید تلاطم درونی او را نشان نمیداد. نفرتی که هنگام حرکت به سوی خانه پیرزن او را آزار میداد چنان شدید شده بود که نمیدانست برای فرار از آن چه چاره اندیشد. چون مردی مست در پیاده رو راه میرفت و متوجه آبرین نمیشد و به آنها تنه میزد. وقتی به کوچه دیگر رسید حواسش جمع شد. به اطراف خود نگاه کرد و دید به میخانه نزدیک است. پله‌ای که در پیاده رو واقع بود به زیر زمین میخانه راه داشت. راسکولنیکوف 2 نفر مست را دید که از زیر زمین بیرون آمده به یکدیگر تکیه کرده و به هم فحش میدادند. جوان لحظه‌ای تأمل کرد و از پله‌ها پایین رفت. هرگز داخل یک مشروب فروشی نشده بود، ولی در آن لحظه سرش گیج می‌خورد و تشنگی شدیدی آزارش می‌داد. میل داشت آبجوی خنکی بنوشد. ضعف خود را از خالی بودن معده می‌دانست. پس از اینکه در گوشه تاریک و کثیف جلوی میزی چسبناک نشست، دستور داد برایش آبجو آوردند و 1 لیوان آن را با ولع نوشید. اندکی تسکین یافت و افکارش روشن شد. کمی راحت شده بود. با خود گفت: خیلی بی‌موضوع است. علتی نداشت که من آشفته کردم. فقط یک ناراحتی جسمی بود. با 1 لیوان آبجو و کمی بیسکویت دوباره به زودی هوش و روشنی فکر و قدرت اراده خود را باز خواهم گرفت. چقدر بی‌معنی است. با وجود این افکاری که داشت بسیار تنفرآمیز به نظر می رسید، اما خوشحالی او را نباید نادیده گرفت. مثل اینکه بار سنگینی را از دوشش برداشته بودند. نگاهی دوستانه به اشخاص می افکند. در این حال می ترسید که این بازگشت برایش مصنوعی باشد. اشخاص زیادی در میخانه بودند. دنبال 2 نفر مستی که دیده بود 5 نفر از نوازندگان هم بیرون رفته بودند. پس از رفتن آنها میخانه خلوت و ساکت بود، زیرا 3 نفر بیشتر باقی نمانده بودند. مردی ظاهراً ثروتمند که مشروب اندکی مستش کرده بود نشسته و 1 بطر آبجو در جلو داشت. نزدیک او مرد چاقی که ریشی سفید و لباسی بلند داشت کاملاً مست روی میزی خوابیده بود. پیرمرد گاهی غفلتاً بیدار شده انگشتان خود را به صدا درآورده نیمتنه خویش را حرکت میداد بدون اینکه از جایش برخیزد. همراه این حرکات آوازی میخواند که کوشش میکرد اشعار آن را از حافظه خویش بازگیرد. مدت 1 سال زنم را نوازش دادم. اما کسی در شادی این مرد که عاشق موسیقی بود
شرکت نمی کرد. حتی رفیقش با نارضایتی و سکوت آواز او را می شنید. مشتری سوم مشروب فروش یک کارمند قدیمی دولت به نظر می رسید. در کناری نشسته و گاهی گیلاسی به لب می برد و به اطراف خود نگاه می کرد. ظاهراً او هم گرفتار نوعی آشفتگی بود. راسکولنیکوف به اجتماعات عادت نداشت. مخصوصاً مدتی بود از هم نوعان خود می گریخت، ولی اکنون غفلتاً احساس می کرد که به سوی اشخاص جلب می شود. انقلابی در او حادث شده بود و غریزه اجتماعی بودن حق خود را از او مطالبه می کرد. 1 ماه تمام گرفتار افکار ناسالمی که زائیده تنهایی هستند شده بود. اکنون به حدی از تنهایی خود خسته بود که می‌خواست اگر 1 دقیقه هم باشد در اجتماع به سر برد. با اینکه میخانه بسیار کثیف بود، با میل روی میز نشست. صاحب دکان در اتاق دیگری بود، ولی زیاد به سالن می آمد. وقتی که پای خود را در آستانه می گذاشت، چکمه‌های زیبایش جلب نظر می نمود. لباس و جلیقه مخمل مشکی که پر از لکه‌های چربی بود به تن داشت، ولی کراوات نداشت، مثل اینکه تمام صورتش را روغن مالی کرده بودند. جوانی 14 ساله جلوی صندوق نشسته بود و مستخدمی از مشتریان پذیرایی می نمود. مقداری بیسکویت سیاه و خیار و قطعات ماهی در معرض تماشای مشتریان قرار داشت. از تمام آنها بوی تعفن بلند می شد. گرما طاقت فرسا بود و فضای سالن به حدی از بخارات الکل اشباع شده بود که اگر کسی 5 دقیقه در آنجا می ماند مست می شد. گاهی اتفاق می افتد اشخاص ناشناسی را ملاقات می کنیم که در اولین نظر و بدون اینکه 1 کلمه با آنها صحبت کرده باشیم به آنها علاقه‌مند می شویم. شخصی که کارمند قدیمی به نظر می آمد همین اثر را بر راسکولنیکوف گذاشت. هنگامی که مدتی بعد جوان به یاد این احساس اولیه خود افتاد، علت آن را 1 نوع گواهی قبلی قلب خود دانست. جوان پیرمرد را از چشم خود دور نمی داشت. چنان به نظر می آمد که او هم مایل است با جوان باب مکالمه را باز کند. کارمند دولت به مشتریان و صاحب دکان با نگاهی کسالت‌آمیز و کمی متکبرانه نگاه می کرد. لابد آنها را از حیث وضع اجتماعی و تربیت پایین‌تر از آن می دانست که با آنان سخن گوید. این مرد که 50 سال بیشتر داشت، قدی کوتاه و بنیه‌ای قوی داشت. سرش تقریباً تاس و فقط چند موی خاکستری رنگ آن باقی مانده بود. صورت برآمده و زرد یا بهتر بگوییم سبز رنگش دلیل اعتدال و افراطکاری او بود. در زیر پلک‌های متورمی چشمان کوچک و سرخش می درخشیدند. چیزی که بیشتر در قیافه او جلب توجه می کرد نگاه او بود که شعله هوش و تأثر فراوان متواتراً و با طرز جنون‌آمیزی در آن ظاهر می گشت. این مرد فراک سیاه و پاره‌ای بر تن داشت و چون با بیبند و باری مخالف بود تنها دگمه لباسش را بسته بود. زیر جلیقه‌اش پیراهنی کهنه و پر از لکه دیده می شد. چون ریش نداشت صورتش روشن به نظر می رسید، ولی معلوم بود که مدتی است اصلاح نکرده است، زیرا موهای ضخیمی صورتش را آبی رنگ ساخته بود. در حرکاتش اثری از متانت اهل اداره مشاهده می شد، ولی در آن لحظه متأثر به نظر می آمد. گاهی دست به موهای خود می برد و یا بدون اینکه از کثیف شدن آستین‌های سوراخ لباس خود بترسد، آرنج‌ها را بر روی میز چسبناک گذاشته سر را مابین 2 دست می گرفت. بالاخره نگاه خود را به سوی راسکولنیکوف متوجه کرده با صدای بلند و محکم گفت: آقا، اگر جسارت کرده با شما صحبت می کنم برای این است که با وجود سادگی و سر و وضع شما از روی تجربه می فهمم شما مردی تربیت شده هستید و نه یک مشتری ثابت میخانه ها. من همیشه به تربیتی که همراه خوشقلبی باشد اهمیت دادم. به علاوه من از طبقه متوسط هستم. اجازه بدید خودم رو معرفی کنم. مارملادوف، کارمند پیشین مستشاری.
شما هم مستخدم هستید؟ جوان که از لحن مؤدب او متعجب شده بود، از اینکه میدید مرد ناشناسی بدون مقدمه با او صحبت میکند، منزجر گردید و گفت: نه، تحصیل میکنم. با اینکه 1 ربع ساعت بود میل به معاشرت با اجتماع را داشت، حس کرد بدخلقی معمولی که هنگام نزدیک شدن 1 نفر خارجی در وجودش ظاهر میگشت کم کم بروز میکند. مرد گفت: شما دانشجو هستید یا بوده اید؟ من اینطور فکر میکردم. به واسطه تجربه زیاد ادراک تیزی دارم. آنگاه انگشت خود را به پیشانی برد تا با این حرکت نشان دهد به قدرت فکر خود عقیده دارد. شما تحصیل کرده اید، اما اجازه بدید. از جا برخاسته خوراکی های خود را برداشت و نزد جوان رفت. با اینکه مست بود واضح و مرتب صحبت میکرد. هنگامی که به سوی راسکولنیکوف رفت چنان مینمود که او هم 1 ماه است با کسی سخنی نگفته. اظهار داشت: آقا، بی چیزی عیب نیست. البته شرابخواری هم فضیلت نیست، ولی فقر و فلاکت عیب است. شخص بی چیز میتواند نخوت و تکبر فطری خود را حفظ کند، اما در فقر همه چیز از دست می رود. مرد فقیر رو تنها به ضرب چوب از جامعه انسانی بیرون نمی کنند، بلکه او را چون کثافت با جارو می رانند و این خود خفت آور است. حق هم دارند، زیرا مرد فقیر مستعد همه نوع رذالت و پستی است. این است علت مشروب خوردن اشخاص. آقا، 1 ماه است که آقای لوزیانتیکوف زن مرا زده است. آیا زدن زنم حمله کردن به حساسترین نقطه وجود من نیست؟ میفهمید؟ اجازه بدید پرسشی از شما بکنم. آیا تاکنون شبی را در کشتی‌های حامل علوفه بر روی رودخانه نوا گذراندید؟ نه، هرگز برای من این اتفاق نیفتاده است. برای چی؟ اما من امشب 5مین شب است که آنجا میخوابم. گیلاس خود را پر کرده نوشید و به فکر فرو رفت. برگ‌های یونجه روی لباس و میان گیسوانش دیده میشد. معلوم بود از 5 روز پیش لباسهای خود را بیرون نیاورده و سر صورت را نشسته است. مخصوصاً دستهای بزرگ و ناخنهای سیاهش خیلی کثیف بود. تمام حضار با بیقیدی به حرفهای او گوش می‌دادند. مستخدمین در پشت میز می‌خندیدند. صاحب دکان برای شنیدن بیانات این هیکل عجیب به سوی زیرزمین آمده به فاصله کمی از اون نشسته و خمیازه می‌کشید. لابد مارملادوف از مدتی پیش در این میخانه می‌آمده است. احتمال داشت علت پرحرفی او عادت داشتن به صحبت با مشتری‌های میخانه باشد. در پاره از اشخاص دائم الخمر، مخصوصاً در اشخاصی که مورد سختگیری زنان خشن واقع می‌شوند، این عادت مبدل به یکی از احتیاجات روزانه می‌گردد. آنها کوشش می‌کنند احترامی را که در درون خانه نمی‌یابند، ما بین هم پیاله‌های خود در میخانه به دست آورند. صاحب میخانه با صدای بلندی گفت: هیکل عجیب، اگه تو کارمند دولت هستی چرا کار نمی کنی؟ مارملادوف رو به جوان کرده مثل اینکه پرسش از طرف او هم بوده گفت: چرا کار نمی کنم؟ مگر بتالت سبب اندوه خودم نیست؟ مگر هنگامی که 1 ماه پیش در حالی که مست و لایعقل افتاده بودم و زنم را زدن قصه نمی خوردم؟ آقا، آیا برای شما اتفاق افتاده است که مأیوسانه از کسی تقاضای قرضی بکنید؟ بله، مقصود شما از مأیوسانه چیست؟ منظورم این است که قبلا اطمینان داشته باشید چیزی به شما نخواهد داد. مثلا شما اطمینان قطعی دارید که آن شخص با تمام حسن نیتش به شما قرض نخواهد داد.
وقتی که یقین دارد شما پول او را پس نخواهید داد، برای چی بدهد؟ از راه ترحم؟ لبز یانتیکوف که طرفدار افکار جدید است اون روز میگفت درباره ما علم هم ترحم را ممنوع ساخته است. حتی در انگلستان که اکنون اقتصاد سیاسی رواج دارد این اصل حکم فرمایی میکند. پس برای چی به شما پول قرض بدهد؟ بله؟ شما مطمئن هستید که نمیدهد، با اینها راه میافتید و پس برای چه باید راه افتاد؟ برای اینکه باید جایی رفت، برای اینکه انسان به مرحله بنبست میرسد و ساعتی فرا میرسد که انسان خواهی نخواهی به هر اقدامی تن میدهد. وقتی که دخترم برای ثبت نام خود به اداره شهربانی رفت، من هم مجبور شدم بروم. آنگاه با قیافه مضطربی به جوان نگاه کرد و گفت دخترم ورقه زرد دارد. توضیح حاشیه: ورقه زرد ورقه معاینه پزشکی است که به زنان هر جایی میدهند. ادامه متن. این برای من اهمیتی ندارد. در حالی که دو مستخدم به زحمت از خنده خود جلوگیری می‌کردند، صاحب مهمانخانه هم لبخند می‌زد. او با عجله این کلمات را ادا می‌کرد: برای من اهمیت ندارد، به حرکت آنها وقعی نمی‌گذارم. همه کس از این موضوع اطلاع دارد و روزی تمام اسرار فاش می‌شود. من این موضوع را با نفرت تلقی نمی‌کنم، بلکه با تمکین به آن رضا می‌دهم. اجازه بدید. آیا اکنون وقتی در چشمان من نگاه میکنید میتوانید، یا بهتر بگویم جرأت میکنید بگویید من آدم پست و رذلی نیستم؟ جوان جوابی نداد. ناطق با متانت منتظر شد تا خنده هایی که کلمات اخیرش تولید کرده بود تمام شود. آنگاه گفت باشد، من آدم رذلی هستم، اما زنم کسی است. بر پیشانی من مهر حیوانی زده شده است، اما زنم شخص با تربیت و دختر افسر عالی مقامی است. قبول دارم که من آدم عجیبی هستم، اما او تربیت شده است و احساسات و قلب پاکی دارد. با این حال اگر او نسبت به من دلسوز بود. آقا، هر مردی باید یک نفر را پیدا کند که به او رحم کند. اما کاترین با وجود بزرگی روحش عادل نیست. البته اگر موهای سرم را میکشد خوبی مرا میخواهد. یا هنگامی که صدای قهقهه خنده اطرافیان را شنید و تکرار کرد: بله بله، از گفتن این موضوع باک ندارم، موهای سرم را میکشد. با این حال اگر اقلن یک دفعه هم فایده ندارد از این موضوع سخنی بگویم. حتی یک دفعه هم او نسبت به من دلسوزی نکرده است. اما این است خصلت من، آدم بیشعوری هستم. صاحب مهمانخانه گفت راست میگوید. مارملادوف روی میز زده گفت آقا، میدانید که حتی جوراب‌های او را فروخته و مشروب خریدم؟ اگر کفش‌هایش را فروخته بودم باز هم اهمیت نداشت، اما جوراب‌هایش، پوستی را که به او هدیه کرده بودند و پیش از ازدواج با من اون را داشت و متعلق به خودش بود، فروختم. اتاق سرد است، زمستان گذشته زکام سختی گرفت، حال هم سرفه می کند و از گلویش خون می آید. 3 بچه کوچک داریم. کاترین از صبح تا شام کار می کند و لباس می شوید و به نظافت بچه ها می پردازد، زیرا از بچگی به نظافت عادت کرده است. بدبختانه ضعیف و مستعد سلریوی است. این موضوع را حس می کنم. هرچه بیشتر میخارگی می کنم زیادتر به این موضوع پی می برم. اگر شراب می نوشم برای این است که حس کنم و بیشتر رنج ببرم. می نوشم برای اینکه می خواهم رنجم مضاعف شود. آنگاه
سرش را با ناامیدی روی میز خم کرده و دوباره راحت نشست و گفت: جوان، در قیافه شما آثار اندوهی دیده می شود. وقتی داخل شدید من به این موضوع پی بردم و از این جهت با شما صحبت کردم. اگر داستان زندگیم را برای شما گفتم، برای آن نبود که این اشخاص بیکاره به من بخندند. به علاوه آنها همه چیز را می دانستند. نه، برای این بود که علاقه مردی تربیت شده را لازم داشتم. بدانید که زنم در یک پانسیون اشرافی ولایت تربیت شده است. هنگامی که تحصیلاتش در آن مؤسسه پایان یافت، در برابر فرماندار و اشخاص رسمی دیگر رقصیده است. زیرا از گرفتن یک دیپلم و مدال طلا خیلی خوشحال بوده. مدالش را مدتی است فروخته ایم. دیپلمش را در صندوقی نگاه داشته و چند روز پیش آن را به زن صاحب خانه ما نشان میداد. با اینکه با آن زن خوب نیست، از نشان دادن علائم موفقیت‌های گذشته‌اش خوشحال بود. این عمل او را بد نمی‌دانم، زیرا تنها خوشی او آن است که روزهای خوش گذشته‌اش را به یاد آورد. اکنون دیگر همه چیز برای او نابود شده است. بله، او زن غیرتمند و متکبری است. شستشو و نظافت خانه را خودش می‌کند. نان سیاه می‌خورد، اما حاضر نیست به او بی احترامی کنند. از این جهت بود که خشونت لبزیانتیکوف رو نتونست تحمل بکنه و او رو به جای خود نشاند. لبزیانتیکوف هم برای تلافی کتکش زد، ولی او از ضرباتی که خورده بود زیاد متأثر نشد، بلکه از توهینی که به او کرده بودن بیشتر عصبانی بود و چند روزی خوابید. وقتی با او ازدواج کردم بیوه بود و 3 بچه داشت. ابتدا از خانه پدر خود همراه یک افسر پیاده فرار کرده با او ازدواج کرده بود. شوهرش رو خیلی دوست می داشت، ولی شوهرش مشغول قمار شد و گرفتاری‌های دادگستری پیدا کرد و بعد مرد. روزای آخر حیاتش او رو می زد. از منبع موثقی اطلاع دارم که با هم خوب نبودند، ولی اکنون هر وقت به یاد شوهر سابقش میفته من رو با اون مقایسه میکنه و او رو از من بهتر میدونه. حس خودخواهی من رو جریحه دار میکنه. از این حال او چندان بدم نمیاد. از این که زندگانی گذشته خود رو بهتر میدونه خوشم میاد. پس از مرگ شوهرش در ناحیه دور افتاده‌ای با 3 بچه تنها مانده بود. من اونو اونجا ملاقات کردم. به حدی بی چیز بود که من که همه نوع بدبختی رو مشاهده کردم قدرت بیان اونو ندارم. نزدیکانش رهایش کرده بودن. به علاوه تکبرش بهش اجازه نمیداد از حس ترحم اونها استمداد کنه. اونگاه من که زنم مرده بود و از زن پیشینم دختری 14 ساله داشتم با او ازدواج کردم، زیرا از رنج کشیدن او بسیار متأثر شدم. با اینکه تحصیل کرده و از خانواده بزرگ بود، با ازدواج با من رضایت داد. از اینجا می توانید بفهمید چقدر بدبخت بود. تقاضای منو با گریه و ناله در حالی که دستهایش رو در هم میپیچید پذیرفت، زیرا چاره دیگه‌ای نداشت. آقا میفهمید این کلمات چه معنایی دارد؟ راهی در پیش نداشتن. نه، هنوز نمیفهمید. 1 سال تمام وظیفم رو با شرافت و درستی انجام دادم، لب به این نزدم. با دست شیشه مشروبی که جلوش بود نشان داد. چون من حس دارم، ولی از این عمل خود فایده‌ای نبردم. در این اثنا بدون هیچ گناهی شغلم را از دست دادم. به واسطه بعضی تغییرات اداری پست من حذف شد. اون وقت مشغول شرابخواری شدم. تقریباً 18 ماه است که پس از مسافرت‌ها و گرفتاری‌های زیاد در این پایتخت زیبا که این همه عمارت دارد مقیم شدیم. اینجا موفق شده بودم که کاری پیدا کنم، ولی دوباره شغلم را از دست دادم. این دفعه تقصیر خودم بود.
علت خاتمه خدمتم تمایلی است که به میخارگی پیدا کردم. اکنون در خانه امالیا اتاق اجاره کردیم، ولی نمیدانم که مخارج ما از کجا تامین می شود. در اون خانه به غیر از ما چند نفر دیگه هم هست. خانه بسیار شلوغی است. در این اثنا دختری که از زن اولم داشتم بزرگ شد. بهتر است نگویم نامادریش چه رنج ها به او داد. با اینکه احساسات عالی دارد، کاترین زنی عصبانی است و هر وقت غضبناک شود نمیتواند جلوی خود را بگیرد. چه فایده دارد که از این موضوع صحبت کنم؟ لابد حد زدید که دخترم سونیا چندان تحصیل کرده نیست. 4 سال پیش کوشش کردم جغرافی و تاریخ جهان را به او یاد بدم، ولی چون خودم در این مواد چندان قوی نبودم و کتابی هم در دست نداشتم، تحصیلات او چندان ادامه پیدا نکرد. وقتی که به کوروش شاه ایران رسیدیم درس او قطع شد. وقتی هم به سن بلوغ رسید چند جلد رمان خواند. لو زیانتیکوف 1 جلد کتاب فیزیولوژی به او عاریه داد. او به این کتاب علاقه نشان داد و قسمتی از اون را هم برای ما خوند. تمام پرورش فکری او به همین مختصر محدود می گردید. اکنون از شما می پرسم، آیا دختر جوان، فقیر و شرافتمندی می تواند با مزد کارش زندگی کند؟ اگر هیچ گونه تخصصی نداشته باشد روزانه 15 کپک عایدش خواهد شد، به شرطی که دقیقه غفلت نکند. سونیا برای یکی از مستشاران دولت نیم دوجین پیراهن دوخت. او نه تنها اجرتش را نداد، بلکه به بهانه اینکه یقه‌اش اندازه نیست او را با گفتن چند ناسزا بیرون کرد. زمانی که بچه‌ها از گرسنگی می‌مردند، کاترین دست‌های خود را به هم فشرده و در اتاق می‌گردید و در حالی که لکه‌های سرخی که علامت آن مرض است روی گونه‌اش دیده می‌شد به دخترم می‌گفت: تنبل، خجالت نمی‌کشی؟ در این خانه زندگی می‌کنی و کاری از دستت بر نمیاد. فقط می‌خوری و می‌نوشی. از شما می‌پرسم، در صورتی که 3 روز بود بچه‌ها 1 قطعه نان ندیده بودند، دختر بیچاره چه چیزی داشت بخورد؟ من اون وقت خوابیده بودم. راستش رو بگم شنیدم سونیا با صدای ملیحی گفت: کاترین، آیا من میتوانم چنین کاری بکنم؟ دخترم موهاش خرمایی و صورتش بیرنگ و رنجور است. چند بار داریا، زن بدکاره معروف که پلیس او را خوب میشناسد، به وسیله صاحبخانه به او پیشنهادهایی کرده بود. زنم با تمسخر میگفت: بله، این گنج زیبا را باید با این همه توجه نگاهداری کرد. اما او را متهم نسازید. او از نتیجه صحبت‌های خود اطلاعی نداشت. پریشان و مریض بود و بچه‌ها گرسنه. اگر با سونیا چنان صحبتی میکرد بیشتر برای این بود که میخواست او را عصبانی کند، نه اینکه به کارهای بد تحریکش نماید. کاترین اینطوره، به محض اینکه فریاد بچه‌ها رو بشنوه اونا رو میزنه، در صورتی که علت فریاد اونها گرسنگی. تقریبا ساعت 5 بود که دیدم سونیا برخاست و روپوش خود را پوشید و از خانه بیرون رفت. ساعت 8 برگشت. مستقیما به طرف کاترین رفت، به آرامی بدون کمترین صحبتی 30 روبل روی میز او گذاشت. آنگاه دستمال بزرگ سبزی را که تمام خانواده به کار می بردن برداشته به سرش پیچید و رو به دیوار کرد و خوابید. اما شانه ها و بدنش می لرزید. من همیشه به همان حال بودم. کاترین را دیدم که به آرامی نزدیک رخت خواب سونیا زانو زد. هر دو، بله، من هم مست بر زمین دراز کشیده بودم. مارملادوف ساکت شد. سپس گیلاسی پر از مشروب کرد، آن را خالی نمود. پس از لحظه سکوت گفت: از آن وقت به مناسبت واقعی تأسف آور و بر اثر سخنچینی دشمنان به او 1 کارت مخصوص دادند. از این جهت مجبور شد ما را ترک کنه. داریا در این کار بیشتر دست داشت، زیرا میخواست از ما انتقام بگیرد. صاحب خانه ما عملیا هم به این کار اصرار زیادی نشان داد. فراموش کرد که خودش در تحریک داریا شرکت داشته است. لو زیانتیکوف هم به اونا کمک کرد. هنگامی که این من راجع به سونیا بزنم کنایه زد، با هم دعوایشان شد.
ابتدا این مرد به سونیا زیاد علاقه من بود، ولی غفلتاً به واسطه خودپسندیش او را رها کرده بود. گفته بود آیا مردی روشنفکر مثل من با چنین موجودی معاشرت می کند؟ کاترین از سونیا دفاع کرد، بین اونها نزاع افتاد. اکنون دخترم صبحها به دیدن من می آید و هرچه می تواند با کاترین کمک می کند. او در منزل کاپرینا اوموف خیاط شل و الکنی مسکن دارد. خیاط صاحب چند بچه است که همه مثل خودش لکنت زبان دارند. زنش هم کمی لکنت زبان دارد. همه در یک اتاق زندگی می کنند، ولی سونیا اتاق جدایی دارد که از اتاق آنها با تیغه جدا شده است. مردمان فقیری هستند. بله. یک روز صبح برخاسته لباسهای ژنده خود را پوشیدم، دست نیاز به سوی آسمان دراز و به دیدن حضرت اشرف آقای آفاناسیویچ رفتم. شما او را میشناسید؟ نه، از شما یک مرد خدا را نمیشناسید. او داستان مرا تا آخر گوش کرد، اشک در چشمانش حلقه زد. به من گفت خیلی خوب مارملادوف، یک مرتبه تو برخلاف انتظار من عمل کردی. یک بار دیگر تو را تحت مسئولیت شخصی خود نگاه می‌دارم. من در عالم خیال خاک چکمه‌های او را بوسیدم، زیرا در حقیقت او از این عمل جلوگیری می‌کرد. او مردی است پیر، افکار جدید و این گونه احترامات را نمی‌پذیرد. اما نمی‌دانید وقتی که در خانه اطلاع دادم شغلی پیدا کردم و حقوقی خواهم داشت، چه پذیرایی شایانی از من کردند. مارملادوف از شدت تأثیر مجبور شد لحظه‌ای صحبت خود را قطع کند. در این ضمن چند نفر مرد مست وارد میخانه شدند. از جلوی در میخانه صدای ارگ دستی و آواز پسر بچه‌ای 7 ساله به گوش می‌رسید. سالن میخانه شلوغ شد. صاحب میخانه و مستخدمینش اطراف مشتری‌های تازه وارد رو گرفتند. مارملادوف بدون اینکه توجهی به این واقعه داشته باشد دنبال داستان خود را گرفت. مستی او را بیشتر وادار به درد دل کردن می‌نمود. به یاد آوردن شغل اخیری که پیدا کرده بود، شعاعی از خوشحالی بر قیافش افکنده بود. راسکولنیکوف هیچ یک از کلمات او را ناشنیده نمی‌گذاشت. بله آقا، 5 هفته از این واقعه میگذره. به محض اینکه کاترین و سونیا خبر استخدام من شنیدن خوشحال شدند. سابقا جز فحش و ناصدا چیزی نمیشنیدم. همیشه میگفتن بیشعور بخواب، ولی از اون پس روی نوک پا راه میرفتن، بچه ها رو ساکت میکردن. آهسته پدرتان از اداره برگشته و خسته است، بگذارید استراحت کند. صبحها برایم قهوه و سرشیر تهیه میکردن. نمیدانم از کجا 11 روبل و 50 کپک تهیه کردند و برای من یک دست لباس خریدند و سر تا پایم را عوض کردند. 6 روز پیش که 23 روبل و 40 کپک اولین حقوقم رو به خونه بردم، زنم گونه هایم را بوسید و با من مهربانی کرد. مارملادوف سخنان خود را قطع کرد و کوشش نمود لبخندی بزند، ولی لرزشی چانه‌اش را به حرکت درآورد. توانست بر تأثیر خود مسلط شود. راسکولنیکوف نمیدانست راجع به این مرد دائم الخمری که 5 روز بود از خانه خود دور شده در کشتی‌های حمل علوفه میخوابید و با این حال نسبت به خانواده خود محبت داشت چگونه فکر کند. مرد جوان سراپا گوش بود، ولی احساس یک نوع ناراحتی نمی‌نمود. از اینکه داخل میخانه شده بود عصبانی به نظر می آمد. مارملادوف به پوزش پرداخت و گفت آه آقا، شاید هم شما مثل دیگران داستان مرا خنده آور می دانید. شاید با تشریح جزئیات مهمل و بیهوده زندگی خانوادگی خود شما را کسل کرده باشم، ولی برای من این موضوعها عجیب نیست، زیرا به خوبی آنها را احساس میکنم. آن روز خوابهای طلایی میدیدم، فکر میکردم چگونه زندگانی خود را ترتیب داده برای بچه ها لباس خریده، وسایل راحتی زنم رو فراهم و دخترم رو از منجلاب فحشا بیرون خواهم آورد.
مارملادوف غفلتاً از جای خود پرید، سر را بلند کرد و به مخاطب خود نگاه کرد و گفت: فردای همون روز، یعنی 5 روز پس از خیالات خامی که پیش خود کردم، کلید صندوق زنم را برداشته چون دزدی بقیه پولی که آورده بودم دزدیدم. به یادم نیست چقدر از اون پول باقی مونده بود. نگاه کنید، 5 روز از خانوادم را رها کردم. اونا نمیدانند چه بر سر من آمده است. کارم را از دست دادم. لباسهایم را در میخانه نزدیک پل اژبنسکی گذاشتم و این لباس را جای اون به من دادن. دیگه تمام شد. مارملادوف مشتی به پیشانی خود زده، دندانها را برهم فشرد، چشمها را بست و به میز تکیه کرد. ولی پس از چند دقیقه قیافش تغییر کرد. با بیشرمی بر راسکولنیکوف نگاه کرد و خنده کنان گفت: امروز رفتم منزل سونیا که از او پول مشروب بگیرم. یکی از مشتریان تازه وارد با خنده پرسید: پول به تو داد؟ مارملادوف گفت: پول این نیم بطری را داد. رفت و 30 کپک آورد و با دستای خود به من داد. خودم دیدم که تمام دارایش همین 30 کپک بود. چیزی نگفت و به این اکتفا کرد که منو با خاموشی نگاه کنه. نگاهی بود که به زمین تعلق نداشت. نگاهی شبیه نگاه فرشتگانی که برای گناهان افراد بشر گریه می کنند ولی اونها رو محکوم نمی کنند. هنگامی که انسان را سرزنش نمی کنند وضعش بسی غم انگیزتر میشه. بله، 30 کپک. بدون شک حالا به این 30 کپک احتیاج داری. در این خصوص چه عقیده‌ای دارید؟ اکنون باید سروز خود رو مرتب کنه. نظافتی که در شغل اون مورد احتیاجی گرون تموم میشه. میفهمید؟ باید لوازم آرایش و لباسهای تمیز داشته باشه. پوتین‌های قشنگ بخره که از میان آب و گل عبور کنه. اهمیت این نظافت رو میفهمید؟ اون وقت من که پدرش هستم میروم 30 کپک داراییش رو میگیرم که با اون مشروب بنوشم. دیگه چیزی نمونده. اون وقت چه کسی به مردی چون من رحم خواهد کرد؟ اکنون آقا بگویید بدانم دلتون به حال من میسوزد؟ میخواست گیلاس دیگری بریزد، متوجه شد بطری خالی شده است. صاحب میخانه گفت: برای چه به تو رحم کنند؟ صدای خنده و چند فحش شنیده شد. آنهایی که صحبتهایی را نشنیده بودند با دیدن صورتش در اذیت کردن او با دیگران هماهنگ می‌شدند. مثل اینکه مارملادوف منتظر کلمات صاحب میخانه بود تا به نطق خود ادامه بدهد. از جای برخاسته و با عصبانیت گفت: میگویید برای چه به من رحم کنند؟ راست است، موضوع ندارد. باید مرا مصلوب کرد. آقای قاضی، مرا مصلوب کنید، ولی در حالی که مرا میکشید نسبت به من دلسوز باشید. آنگاه من به استقبال شکنجه خود خواهم رفت، چون من تشنه خوشحالی نیستم بلکه جویای رنج و درد و اشک هستم. فکر میکنید که این نیم بطری شما مرا خوشحال کرده است؟ من در ته بطری اندوه و اشک رو جستجو کردم و مزه اون رو چشیدم. اما آن کسی که به همه رحم کرده است، کسی که آلام همه را فهمیده است، او به ما ترحم خواهد نمود. او که تنها قاضی است روز آخرت می آید و می پرسد: آن دختری که برای زن پدری کینه توز و مسلول و بچه های نامادریش فداکاری کرد کجاست؟ کجاست آن دختری که از پدر دائم الخمر و کثیف خود روگردان نشد و به او رحم کرد؟ بیا، 1 مرتبه تو را بخشیدم، حالا هم تمام گناهان تو را می بخشم، چون که تو محبت کرده ای. و او سونیای مرا خواهد بخشید. میدانم که او را خواهد بخشید. وقتی که نزد سونیا بودم این قسمت رو حس کردم. او همه را قضاوت خواهد کرد، همه را خواهد بخشید، گناهکاران و پرهیزکاران را خواهد بخشید. وقتی که کار دیگران تمام شود نوبت ما خواهد رسید. خواهد گفت: نزدیک شوید دائم الخمرها، بی غیرتها، بی ناموسها، نزدیک شوید.
و ما بدون ترس نزدیک خواهیم شد و او به ما خواهد گفت شما موجودات پست و رذلی هستید، شما نشان حیوانی رو به خود دارید، با این حال بیایید. آن وقت اشخاص خوب و عاقل خواهند گفت خداوندا چرا اینها را میپذیری؟ او جواب خواهد داد آنها را میپذیرم برای اینکه هیچ یک از آنها خود را لایق چنین احسانی نمیدانستند. آنگاه او دست خود را به سوی ما دراز کرده و ما به سوی او شتافته و زاری خواهیم کرد و همه چیز را خواهیم فهمید. آن وقت تمام اهل عالم همه چیز را خواهند فهمید و کاترین هم خواهد فهمید. خدایا روز سلطنت تو فرا رسد. خسته شده بود. بدون اینکه به کسی نگاه کند خود را روی نیمکت انداخت. مثل اینکه اطرافیان را فراموش کرده باشد در افکار عمیقی فرو رفت. صحبت‌های او به حضار اثر کرد. لحظه‌ای صداها قطع شد، ولی طولی نکشید که خنده‌های مخلوط با کنایه‌های نیشدار شروع شد. استدلال محکمی است، یا بگو اداره‌ای. مارملادوف سرش را بلند کرد، خطاب به راسکولنیکوف گفت برویم به سوی ساختمان کزل. همراه من تا خانه‌ام برویم. وقت آن است که نزد کاترین بروم. مدتی بود جوان میل داشت برود. به فکرش رسیده بود که با مارملادوف برود و به او کمک کند. پیرمرد بر سر پاهایش محکم نمی ایستاد. سنگینی خود را روی رفیقش می انداخت. فاصله‌ای که می بایست بپیماید 200 یا 300 قدم بود. پیرمرد هرچه به خانه نزدیکتر می شد مضطربتر و پریشانتر به نظر می رسید. من از کاترین نمی ترسم. می دانم که موهای سرم را خواهد کشید. موهای سر اهمیتی ندارد. از این عمل نمی ترسم. من از چشمانش می ترسم. از لکه های سرخ گونه هایش هراس دارم. از طرز تنفسش می ترسم. مشاهده کردی این نوع مریض ها هنگامی که گرفتار تأثیر شدیدی هستند چگونه نفس می کشند؟ از گریه بچه ها هم می ترسم، چون اگر سونیا برای اونها خوراکی نبرده باشد نمیدانم چه خوردند. اما از کتک خوردن نمی ترسم. این ضربت ها علاوه بر این که منو رنج نمی دهند برای من لذت بخش، برایم لازمه. بهتره منو کتک بزنن تا قلبشون تسکین پیدا کنه. بهتره. این خانه ماست، ساختمان کزل. صاحب اون چپتزازی آلمانی است، مرد متمولی است. همراه من بیا. پس از گذشتن از حیاط به سوی طبقه 4 رفتند. نزدیک ساعت 11 بود. با اینکه در آن فصل در پترزبورگ شبها خیلی کوتاه بود، هرچه بیشتر بالا می رفتند پله ها تاریک تر می شد و در طبقات بالا تاریکی کاملا حکم فرما بود. دری دود زده به طرف ایوانی باز بود. شمعی اتاق محقری را که طولش 10 قدم بود روشن می کرد. این اتاق که از راه رو دیده می شد بسیار درهم و بی‌نظم بود. لباسهای بچه ها در تمام اتاق پخش بود. پرده سوراخی به یکی از گوشه های اتاق آویخته شده بود. احتمالاً در پشت آن تخت خوابی گذاشته بودند. در تمام اتاق 2 صندلی و 1 نیمکت و در برابر آنها میز مسطحی از چوب سفید وجود داشت که رومیزی هم نداشت. روی میز شمعدانی آهنی قرار داشت که شمع آن نزدیک به تمام شدن بود. جای مخصوص مارملادوف در گوشه‌ای از راهرو بود. دری که به سمت اتاق مستاجرین دیگر آمالیا باز میشد نیمه باز بود. صدای شلوغی از آن اتاقها بلند بود. بدون شک همسایه ها مشغول بازی ورق یا نوشیدن چای بودند. فریادها و قهقهه خنده و کلمات زننده آنها به گوش می رسید.
راسکولنیکوف کاترین را شناخت. زنی باریک و بلند قد و بسیار نحیف و علیل بود. هنوز گیسوانی خرمایی و زیبا داشت. گونه هایش سرخ بود با لبانی خشک. در حالی که دستها را بر سینه فشرده بود در طول و عرض اتاق کوچکش حرکت میکرد. تنفسش کوتاه و بی ترتیب بود. در چشمانش برقی تبالود وجود داشت ولی نگاهش سخت و بی حرکت بود. صورت این زن مسلول در روشنایی قطع شمعی که در حال احتضار بود بر انسان تأثیری دردناک داشت. راسکولنیکوف فکر کرد که این زن بیش از 30 سال ندارد. خیلی از شوهرش جوانتر بود. مثل کسی که حس دیدن یا شنیدن را از دست داده باشد متوجه ورود این دو نفر نشد. گرمایی خفه کننده در اتاق حکم فرما بود و از پله ها بخارات متعفن بالا می آمد. با این حال کاترین به فکر باز کردن پنجره نبود. از در داخلی که نیمه باز بود دود غلیظ توتون داخل اتاق می شد و سبب سرفه کردن او می گردید، ولی برای حفظ خود اقداماتی نمی کرد. کوچکترین دختر او که 6 سال داشت بر زمین اتاق نشسته بود. سرش به نیمکت تکیه داشت و به خواب رفته بود. پسر کوچکی که 1 سال از او بزرگتر بود در گوشه می لرزید و گریه می کرد. معلوم بود او را زدند. بزرگترین بچه دخترکی 9 ساله و ضعیف و بلند قد بود. پیراهنش سوراخ و روپوشی کهنه که معلوم بود 2 سال پیش برایش دوختند و اکنون تا زانوانش هم نمی رسید بر دوش داشت. در گوشه‌ای کنار برادر کوچکش ایستاده دست بلند ضعیفش را دور گردن او انداخته بود و آهسته با او صحبت می کرد تا ساکتش کند. در عین حال چشمانش با نگاهی ترسان مادر را دنبال می کرد. چشمان بزرگ تیرش به واسطه ترس بزرگتر شده با صورت نحیفش بی تناسب بودند. مارملادوف به جای اینکه داخل اتاق شود نزدیک در زانو زد و به راسکولنیکوف اشاره کرد که پیش رود. کاترین که مردی بیگانه را روبروی خود دید لحظه‌ای مات ایستاد و کوشش کرد علت حضور را بفهمد. از خود پرسید این مرد اینجا چه کار دارد؟ تصور کرد که می‌خواهد به خانه یکی از مستاجرین برود و از اتاق او عبور می‌کند. از این جهت بدون اینکه به مرد بیگانه توجهی کند رفت که در را برای عبور او باز کند، ولی ناگاه شوهر خود را در آستانه در دید. فریادی کشید و با صدایی که از خشم مرتعش بود گفت آه دیوانه تبهکار، برگشتی؟ پول را چه کردی؟ نشان بده ببینم در جیبت چه داری؟ آه این لباس تو نیست، لباس ها و پول ها را چه کردی؟ زن با شتاب جیبهای او را تفتیش کرد. مارملادوف مقاومتی نشان نداد. بازوهای خود را بلند کرد تا جستجوی جیبش آسانتر شود. حتی 1 کپک کم در جیب نداشت. پس پولها کجاست؟ آه خدایا، آیا همه را مشروب خورده است؟ 12 روبل در صندوق بود. آنگاه با عصبانیت از موهای سر شوهرش گرفته او را به داخل اتاق کشید. مارملادوف بدون هیچ گونه مقاومتی دنبال او میرفت. در حالی که کاترین سر او را به شدت تکان میداد او فریاد میزد آقا این کار برای من لذت دارد، برای من دردناک نیست. یک دفعه پیشانیش به کف اتاق خورد و بچه‌ای که در خواب بود بیدار شد. شروع به گریه کرد. پسر کوچکی که در گوشه ایستاده بود نتوانست این وضع را تحمل کند. شروع به فریاد کشیدن کرد. لرزان به سوی خواهرش دوید. از شدت وحشت مانند اشخاصی بود که گرفتار تشنج‌های عصبی شده باشند. دختر همچون برگ خزان می‌لرزید. کاترین مأیوسانه فریاد می‌زد همه را مشروب خورده است، این لباس‌های او نیست. آنگاه دستانش را در هم پیچیده بچه‌ها را نشان داد و گفت اینها گرسنه‌اند. آه چه زندگی منحوسی. سپس رو به راسکولنیکوف کرده اظهار داشت شما خجالت نمی‌کشید که با او از میخانه خارج شده به اینجا آمدید؟ تو با او هم پیاله شدی؟ برو. جوان منتظر تکرار این فرمان نشده بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان آرد خارج شد. در باز شد و در آستانه چند نفر اشخاص کنجکاو با نگاه‌های تمسخرآمیز دیده شدند.
آنها شب کلاه به سر داشتند و سیگارت و چپاق می‌کشیدند. پاره از آنها پیراهن خواب داشتند و عده‌ای بی‌ادبانه با لباس کوتاه و برخی با برگ‌های بازی در دستشان بیرون آمده بودند. از اینکه می‌شنیدند مارملادوف میگوید از کشیدن موهایش لذت میبرد تفریح میکردند. همسایه‌ها داخل اتاق شدند. ناگهان فریادی بلند شد. آمالیا از میان جمعیت عبور کرده به خیال خود برای برقراری نظم می‌آمد. به کاترین گفت دفعه 100 است که میگویم باید اتاق را خالی کنید. این اخطار با کلمات زننده و فحش‌های همراه بود. راسکولنیکوف بقیه 1 روبلی را که در میخانه خرد کرده بود داشت. پیش از آن که برود 1 مشت پولهای مسی را از جیب بیرون آورد و بدون اینکه کسی ببیند آن را میان پنجره گذاشت. ولی وقتی که به پله رسید از سخاوت خود پشیمان شد. چیزی نمانده بود که دوباره برگردد. با خود فکر میکرد چه حماقتی کردم. آنها سونیا را دارند ولی من کسی را ندارم. فکر کرد که نمیتواند برود پول را پس بگیرد و اگر بتواند نخواهد رفت. پس تصمیم گرفت راه خود را ادامه دهد. هنگامی که در کوچه راه میرفت با لبخند تلخی دنبال افکار خود را گرفت. سونیا به لوازم آرایش احتیاج دارد. این نظافت برای او گران تمام می شود. معلوم است امروز سونیا کسی را پیدا نکرده. شکار مرد هم مثل شکار حیوان وحشی است. ممکن است انسان دست خالی برگرده. اگر پولهایمان به آنها نرسیده بود حالشان زار بود. بله، سونیا گاو شیرده آنهاست. از او استفاده می کنند. برای آنها اهمیت ندارد. عادت کردند. ابتدا کمی گریه کردند و بعد عادت کردند. انسان بی غیرت است. به همه چیز عادت می کند. راسکولنیکوف متفکر شد. اگر من دروغ می گویم، اگر انسان بی غیرت و ترسونی است، باید ترس و خرافاتی را که مانع کار اوست زیر پا بگذارد. صبح روز بعد پس از خواب پرتلاطمی که قوایش را باز نگردانیده بود بیدار شد. احساس ناراحتی شدیدی کرد. با قیافه غضبناک اتاقش را نگاه کرد. این اتاق کوچکی که طولش 6 قدم بود با دیوارهای زرد رنگ و گردآلودش منظره رقت‌آور تشکیل میداد. سقف آن به حدی کوتاه بود که شخص بلندقد از ترس خوردن سرش به سقف ناراحت میشد. مبل‌های اتاق مناسب آن بودند. 3 صندلی کهنه و 1 میز کمرنگ که کتاب و دفترهای گردآلودش بر آن قرار داشت و معلوم بود که مدتی است دست نخورده است و 1 نیمکت راحتی که پارچه‌اش پاره شده بود مبل‌های اتاق را تشکیل می‌دادند. این نیمکت که نصف اتاق را اشغال می‌کرد تخت خواب راسکولنیکوف هم بود. مرد جوان اغلب اوقات بدون روپوش با لباس روی آن می‌خوابید. به جای لحاف پالتوی کهنه‌ای روی خود می‌انداخت و به جای بالش نازبالش کوچکی را به کار می‌برد. لباس‌های تمیز یا کثیف خود را بر آن می‌گذاشت. میز کوچکی جلوی نیمکت قرار داشت. راسکولنیکوف به واسطه تنفری که از اجتماعات داشت با کثافت این کلبه محقر می‌ساخت. از دیدن قیافه افراد بشر بیزار بود، به حدی که حتی دیدن مستخدمه‌ای که مأمور تنظیف اتاق‌ها بود خشمگینش می‌ساخت. این حالت در اشخاصی که جنون انجام کاری را داشته و دنبال فکر ثابتی هستند زیاد دیده می‌شود. 15 روز بود که صاحب خانه برای جوانی که در پانسیونش بود خوراکی نیاورده بود. جوان هم به فکر نیافتاده بود که از او توضیحی بخواهد. اما آناستازیا تنها آشپز و کلفت خانه از این که میدید جوان در این حال است عصبانی نبود، زیرا کارش کمتر شده بود. از مدتی پیش اتاق او را گردگیری و تنظیف نکرده بود. فقط هفته 1 مرتبه اتاق او را جارو میکرد. آناستازیا جوان را بیدار کرد. برخیز، برای چه اینطور میخوابی؟ ساعت 9 است. برای چای آوردم. میخوای؟ چرا رنگت پریده است؟ جوان چشم باز کرده، حرکتی کرده، کوشش نمود برخیزد. پرسید چای را هم صاحب خانه فرستاده است؟ اگر او هم فرستاده باشد خطرناک نیست. کلفت قوری چای را با 2 قطعه قند زرد روی میز گذاشت. راسکولنیکوف
از جیبش کمی پول خرد بیرون آورده گفت خواهش میکنم این را بگیر و یک نان کوچک سفید و اندکی پنیر ارزان برای من بخر. از سائل نان سفید کوچکی برایت خواهم آورد، اما در عوض پنیر میخواهی برایت خوراک بیاورم؟ آن را دیروز تهیه کرده ایم و سهم تو را دیشب نگاه داشته بودم، ولی خیلی دیر آمدی. رفت و خوراک را برای او آورد. هنگامی که راسکولنیکوف مشغول خوردن شد، دختر روی نیمکت نشسته شروع به پرحرفی کرد. پراسکوی میخواهد از تو به پلیس شکایت کند. به پلیس؟ برای چه؟ برای اینکه اجارهش رو نمیدهی و نمیخوایی هم بروی. آهسته با خود گفت همین را کسر داشتم. چه موقع نامناسبی میخواهد شکایت کند. بعد با صدای بلند گفت احمق است. امروز با او صحبت خواهم کرد. دختر گفت راست است، او هم مثل من احمق است. اما که تو که خیلی عاقل هستی چرا مثل اشخاص بی مصرف در خانه میخوابی؟ چرا هیچ کس پول تو را نمی بیند؟ تو که پیش از این درس میدادی، حالا دیگر چرا این کار را نمی کنی؟ راسکولنیکوف بی اختیار گفت چرا کار میکنم. چه میکنی؟ راسکولنیکوف گفت کار میکنم. چه کاری؟ راسکولنیکوف پس از سکوتی جواب داد فکر میکنم. آناستازیا طبعا خوشحال بود، اما وقتی میخندید خنده سراپای وجودش را تکان میداد. پس از خنده عصبانی وقتی که توانست صحبت کند گفت فکر کردن برایت عایدی زیادی دارد؟ راسکولنیکوف گفت چون کفش خوب ندارم نمیتوانم بروم درس بدهم. به علاوه با چند کپکی که از درس دادن عاید میشود چه میتوان کرد؟ میخوایی یه دفعه ثروتی به دست آوری؟ جوان نگاه عجیبی به کلفت کرد و لحظه‌ای ساکت ماند. سپس به تندی گفت بله ثروت. آهسته، منو میترسونی؟ چقدر وحشت آور هستی. میخوای برات نان بیاورم؟ مختاری. فراموش کردم بگویم که نامه برای رسیده. نامه؟ برای من؟ از کجا؟ نمیدانم از کجا. 3 کپک به نامه رسان دادم. خوب کاری کردم. بله؟ راسکولنیکوف با پریشانی گفت برای خاطر خدا اون رو بیاور. خدایا. پس از دقیقه نامه‌ای در دستش بود. اشتباه نکرده بود. نامه از مادرش بود و تمر استان را داشت. وقتی به دستش رسید نتوانست خونسردی خود را حفظ کند. مدتی بود از خانوادش خبری نداشت. به علاوه موضوع دیگری هم سبب فشردن قلبش میشد. آناستازیا، خواهش میکنم برو. بگیریم پولت. برای خاطر خدا زودتر برو. نامه در دستش میلرزید. نمیخواست پیش آناستازیا را باز کرده و بخواند. وقتی تنها ماند پاکت را به لبان خود برد و بوسید. آنگاه مدتی آتریس را نگاه کرد. کلماتی را که به وسیله دست عزیزی نوشته شده بود شناخت. روی پاکت خط ظریف مادرش را که خواندن و نوشتن را به او یاد داده بود شناخت. در باز کردن مردد بود و احساس ترس می‌کرد. بالاخره پاکت را باز کرده نامه‌ای بسیار طولانی را در آن یافت. رودیای عزیزم، بیش از 2 ماه است که برایت نامه ننوشتم. از این موضوع به حدی کسل بودم که گاهی خوابم نمی برد. لابد تو این سکوت اجباری مرا خواهی بخشید. تو میدانی چقدر دوستت دارم. من و دنیا خواهرت جز تو کسی را نداریم. تو امید و مظهر خوشبختی آینده ما هستی. اگر بدانی هنگامی که فهمیدم به واسطه نداشتن وسایل معیشت چند ماه است به دانشگاه نمی روی و دیگر درس یا منبع عایدی دیگری نداری، به چه حالی افتادم؟ چگونه می توانستم با 120 روبل عایدی سالیانه تو را کمک کنم؟ 15 روبلی را که 14 ماه پیش برای تو فرستادم از آفاناز، یکی از تجار شهرمان، قرض کرده بودم.
مرد خوبی است، با پدرت دوست بود. چون عایدی ماهیانم را به او حواله کرده بودم تا وصول آن نمیتوانستم برای تو چیزی بفرستم. تازگی او حواله را وصول کرده است. تصور میکنم اکنون به یاری خدا میتوانم باز برایت پول بفرستم. باید زودتر به تو خبر دهم که اکنون اقبال با ما یاری میکند. لابد هیچ تصور نمیکنی که از 6 هفته پیش خواهرت پهلوی من است و دیگر خانه ما را ترک نخواهد گفت. خدا را شکر گرفتاری های او تمام شد. ابتدا باید از وقایعی که تاکنون تو از آنها بی خبر بودی مطلع می شدی. 2 ماه پیش نوشته بودی که شنیده وضع دنیا در خانواده سیدراگولوف خوب نیست و از من در این خصوص توضیحاتی خواسته بودی. چه پاسخی می توانستم بدهم؟ اگر تو در جریان قضایا بودی کارت را رها کرده حتی پای پیاده هم شده بود خودت را به ما می رسانیدی، زیرا با اخلاق و احساساتی که در تو سراغ دارم نمی گذاشتی به خواهرت توهین شود. ناامید بودم ولی چه می توانستم بکنم؟ من هم حقیقت را نمی دانستم. بدتر از همه این که دنیا هنگامی که سال پیش به عنوان معلمه داخل آن خانه شده بود 100 روبل مساعده گرفته بود که در مدت چند ماه آن را مستهلک کند. از این جهت تا استهلاک قرض مجبور بود در آن خانه بماند. امروز می توانم برای تو بنویسم که این مساعده را برای آن گرفته بود که بتوانم 60 روبلی را که آن وقت لازم داشتی برای تو بفرستم. اگر آن موقع به تو نوشتیم این مبلغ از صرف جویی های دنیا فراهم شده تو را گول زدیم. اکنون که خداوند خواسته است قضایا شکل دیگری به خود بگیرد حقیقت را برای تو فاش میکنم تا بدانی خواهرت چقدر دوستت می‌دارد. با او به خشونت رفتار می‌کردند و در سر میز خود از هر نوع بی‌ادبی و شوخی‌های نیشدار نسبت به او مضایقه نمی‌کردند. اما چه لزومی دارد جزئیات دردناکی را تشریح نمایم که نتیجه آن عصبانی شدن بیهوده تو خواهد بود، زیرا اکنون قضایا خاتمه یافته است. خلاصه با اینکه زن و فرزندان آن مرد به خواهرت مهربانی می‌کردند، خودش که در ارتش به میگساری عادت کرده بود وقتی مست میشد او را آزار میکرد. این مردک احمق که ظاهرا دنیا را مسخره و تحقیر میکرد در باطن عاشق او بود. بالاخره روزی ماسک را از صورت خود برداشته به او پیشنهادهای خلاف شرافتی نمود. کوشش کرد با وعده‌های مختلف او را بفریبد. حتی اظهار داشته بود که حاضر است خانواده‌اش را رها کرده با دنیا در محل دیگر یا کشور بیگانه‌ای زندگانی کند. تو می توانی رنج و الم دنیا را تصور کنی؟ نه تنها به علل مالی نمی توانست خانه را ترک گوید، بلکه می ترسید با این عمل سوزن خانم را بیدار کرده در خانواده ایجاد اختلاف نماید. ناگاه اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ داد. هنگامی که مرد در خانه مشغول وسوسه کردن و فریفتن دنیا بود، زنش مذاکرات او را شنید و تمام گناهان را به گردن دنیا انداخت. ما بین آنها صحنه وحشت‌آوری اتفاق افتاد. خانم مدت 1 ساعت علیه رقیب خیالی خود فریاد زد و به حدی عصبانی شد که او را کتک زد. بدون اینکه وقت جمع‌آوری لباسها را به او بدهد در عرابه‌ای روانه‌اش کرد. لباسها و زیرپوش‌های دنیا را در عرابه انداخته بودند و دنیا پس از تحمل این توهین‌ها مجبور شده بود فاصله 17 ورست را در بارانی سیلاسا همراه 1 نفر دهقان در عرابه روباز طی کند. اکنون می‌فهمی چرا در جواب نامه تو نمی‌توانستم چیزی بنویسم؟ مایوس بودم و جرأت نمی‌کردم حقیقت مطلب را به تو بگویم، زیرا سبب اندوه و عصبانیت تو می‌شدم و علاوه دنیا مرا از این کار منع کرده بود و از بس اندوهناک بودم نمی‌توانستم نامه‌ای به تو بنویسم که دارای مطلبی نباشد. پس از این واقعه در شهر انگشت نما بودیم، به قسمی که هر وقت من و دنیا به کلیسا می‌رفتیم می‌دیدیم اشخاص با وضع تحقیرآمیزی درباره ما صحبت می‌کنند. بیشتر تقصیر از خانم بود که همه جا از دنیا بدگویی می‌کرد
و او در عرض 1 ماه تمام اشخاص را که با خانواده ما رابطه دارند شناخته بود. چون زنی پرحرف است و همیشه دوست دارد از شوهر خود نزد دیگران شکایت کند، طولی نکشید که داستان ما را در شهر و تمام ناحیه منتشر ساخت. بنیه من در برابر این حوادث مقاومت نکرد. دنیا از من قوی تر بود. او در برابر نسبت‌های ناروا استقامت کرده مرا تسلی هم می‌داد. آه اگر آن وقت او را دیده بودی. اما ترحم خداوند به بدبختی‌های ما خاتمه داد. آن مرد از کرده پشیمان شده به خواهرت رحم کرد و دلایل قانع کننده بیگناهی او را برای زنش گفت و خواهرت نامی نوشت و طی آن وظایف یک پدر و شوهر را به او یادآور شد و متذکر شده بود که رفتارش نسبت به زنش ناشایسته است. به علاوه یادآور شده بود که رنج دادن دختری بیچاره و بدون دفاع عملی ناپسند است. مرد این نامه را به زنش نشان داد. از آن پس برای او در بیگناهی دنیا شکی باقی نماند. روز یکشنبه‌ای به خانه ما آمد. از دنیا پوزش طلبید. بعد در تمام خانواده‌های شهر نجابت و شرافت و پاکدامنی دنیا را ستود. نامه دنیا را به همه کس نشان داد و کار را به افراط رسانید. چند نسخه از آن را رونوشت کرده بالاخره به همه داد. دنیا تبرئه شد و شوهر آن زن در این واقعه آبروی خود را از دست داد. اکنون نمیتوانم از دلسوزی به این مرد دیوانه که به سختی مجازات شد خودداری کنم. پس از اندک مدتی خانواده‌های مختلف برای درس به دنیا مراجعه کردند و او هم قبول نکرد. تمام اشخاص نسبت به او احترامی مخصوص ابراز می داشتند و این تمایل عمومی سبب اصلی واقعی غیر مترقبه‌ای شد که می توانم بگویم سرنوشت ما را تغییر خواهد داد. باید بدانی که برای خواهرت خواستگاری آمده و او هم قبول کرده است. البته از این که بدون مشورت با تو جواب قبول دادی ما را خواهی بخشید. علت این بود که ممکن نبود موضوع را تا رسیدن جواب تو به تأخیر انداخت. به علاوه چون در محل نبودی نمیتوانستی در این خصوص اظهار عقیده بنمایی. شرح قضایی از این قرار است: شوهر آینده خواهرت آقای لوژین مشاور قضایی و از خویشان خانم می باشد که در انجام این کار دخالت زیادی داشت و او را به خانه ما آورد. از او پذیرایی شایانی به عمل آوردیم و فردای آن روز نامه‌ای نوشت و از خواهرت خواستگاری کرد. جواب فوری هم می‌خواست زیرا کارهای زیادی داشت. عازم پترزبورگ بود. چون ما منتظر چنان تقاضای فوری نبودیم مدتی متعجب گشتیم. 1 روز تمام من و خواهرت در اطراف این موضوع فکر کردیم. لوژین در 2 جا کار می‌کند و ثروتمند است. 45 سال دارد اما ظاهرش مطبوع و هنوز هم می‌تواند برای زنان خوشایند باشد. مرد موقر و خوب اما کمی سرد و متکبر است. به هر صورت نمی شود گول ظاهر را خورد.